صدای ما اینجا هست به فکرم. صدا هست؟ حالا صدا اگر خوب باشد دوستان بنویسن که ادامه بدیم. بله حالا اینجا نوشتن که صدا هست. حالا امیدوارم که از این به بعد دیگر مشکلات در صدا نخواهد بود. من در اول صحبتم گفتم که این تقریبا بار اول است که بدون مدیریتور ما صحبت خود را آغاز میکنیم و شاید در آینده ها باز در فرمت های جدید این را ادامه بدهیم. حالا اگر چند جمله تکرار هم باشد خدمت دوستان عرض کنم که در اولی صحبت من مردم عزیز را با فرارسی عید سعید قربان تبریک گفتم و بار دیگر از پروردگار برای یکی شما سعادت هر دو دنیا و تنصیحاتی را آرزومندم و مطمئنم که ملت ما این شب و روزها در این روزهای عید بعد از این همه مشکلاتی که با کرونا ویروس و با بالا رفتن نرخ و نوا در بازارها روبرو بودند و ده ها مشکلات دیگر که در زندگی هست بتوانند چند روز عید را در جمع دوستان خانواده و با زیارت خویش و تبار در یک فضای دوستی برادری و همدیگر فهمی سپری کنند. و جای تاسف است واقعا که باز هم مثل همیشه در این شب و روزهای عید باز هم خبرها میرسد که نرخ‌ها بالا رفتند و مثل همیشه برخلاف همه جهان بخصوص برخلاف جهان اسلام که در عرفه عیدها و جشنها نرخ‌ها پایین می رود، شاید که یگانه کشور در دنیا تاجیکستان باشد که متاسفانه همیشه در عرفه جشن و عیدها چه عیدهای مسلمانی باشد چه جشنهای دیگر سال نو میلادی نرخ‌ها یک باره بالا می روند و حکومت برخی از جامعه تاجران صاحبکاران را گناهکار میکنند. صاحبکاران
مقامات دولتی و بالا بودن نرخ دیگر مواد سوخت، اندازها و دیگر را در مجموع یک نظامی هست که با هم ربط دارد و چندین عامل ها باعث می شود که متاسفانه در تاجیکستان ما همیشه نرخ ها همین گونه بماند، یعنی در عرفه جشن ها و عید ها بالا برود. اما بازم تکرار میکنم که امیدوارم که در این شب و روز ملت و همه قشرهای آن، صاحبکاران، تاجران، مردم و مقامات بتوانند در یک همکاری و هماهنگی هر چقدر که امکان دارد اون فشار اقتصادی و اجتماعی را از بالای مردم و خصوص مردمی کم بضاعت کمتر کنند. و متاسفانه در این شب و روزها بغیر از آن که مردم مشکلات اقتصادی و مشکلات نرخ‌ها را دارند، باز کرونا ویروس از نو در کشور ما خروج کرده ایستاده است. اگرچه مقامات بارها گفتند که در کشور کرونا ویروس نیست، ولی خب دیگر تاجیکستان هم جز جامعه جهانی است. وقتی که در تمام دنیا این مشکلی وجود دارد، تاجیکستان امکان ندارد که کرونا ویروس نداشته باشد، چه مقامات این را بخواهند چه نخواهند، چه بپوشانند چه آشکار کنند. هیچ کسی این را نمیخواهد، نه ملت نه مردم، ولی خب دیگر این یک مصیبت است. از آنی که این را پنهان میکند بهتر است که به مردم معلومات درست را بدهند و راههای حل را جستجو کنند، مثل که دیگر کشورها کرده ایستادند در یک همکاری و هماهنگی با اطلاع رسانی سری وقتی. اگر که کاملا نشود پیش روی آن را گرفت، حداقل عاقبت‌های آن را سبکتر میتوان کرد. ولی مطمئنم و باور دارم که هم با لطف خداوند و هم با تلاش و کوشش مسئولین ساحه و خود مردم باز هم در این شب و روزها عاقبت‌های این وبا کمتر شود و مردم بتوانند در این شب و روزهای عید وقتی که به زیارت یکدیگر میروند اون چاره‌های لازمی را بیاندیشند، فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند و تا اینکه روزهای عید باعث یا سبب از نو پنهان شدن این بیماری نگردد. و خیلی خبرهای میرسد از کشور، بخصوص در این روزهای اخیر خیلی از شخصیت‌ها به شهادت رسیدند در نتیجه این کرونا ویروس و با ما هم از نزدیکان و پیوندان خبرهای میرسد. خداوند جاشون جنت کند. بخصوص خبری که از خانواده ایشان حبیب خان، عضو سابق ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از شخصیت‌های بسیار فعال و ارزشمند معروف در دایره‌های مذهبی و مردمی که برادری عزیزشان در نتیجه کرونا ویروس از دنیا گذشت و به ایشان و اهل خاندانشان تسلیت خود را، تعزیه خود را بیان میکنیم و انشالله یار و دوستانی که میبینند و میشنوند این تسلیت ما را به ایشان برسانند. اگرچه تحت فشار مقامات، تحت اون همه تعقیب و اذیت ها، من مطمئنم که اون کس هیچ وقت این برنامه ها را تماشا نمیکنند، چون مردم میترسند، بخصوص کسانی که به این آن شکل به نهضت اسلامی تاجیکستان ربط داشتند یا به خانواده ما خشت تباری دارند. اما باور دارم که هستند شخصان جسور و کسانی که این مسئولیت انسانی را انجام میدهند. بعد دیدن این برنامه ها به حضرت ایشان حبیب خان و اهل خاندانشان این تسلیت ما را میرسانند. این چونین به همه مردم شریف و کسانی که ما میشناسیم یا نمیشناسیم ولی در این مدت نزدیکان و پیوندان خود را از دست دادن تسلیت خود را بیان میکنم و واقعا هم بسیار یک مصیبت سخت است که نزدیکان رو در عرفه عید آدم ها از دست بدهند. حالا قبل از آن که به موضوع بگذارم، چون جای گپم آمد، یک پیام کوتاه دیگر باز هم به مقامات دارم که چون خبرهای میرسد که هنوز هم از فشار بالای خانواده های فعالان سیاسی، مخالفین و شخصیت های سیاسی دست نبرداشتند. با هر بهانه دعوت میکنند، فشار میارند، تهدید میکنند، شکنجه روانی میکنند و بخصوص بازم به همون وقتی که ایشان حبیب خان رو نام گرفتم، خواهر ایشان که به ما خودگی هم دارد، بعد از اون که کلین ما کشور را ترک کرد و پیوست به خانواده خودش، باز هم فشارها دوام دارد که حبس میکنیم، میشونیم، اذیت میکنیم اگر دخترتون برنگردد.
ما بار دیگر تاکید میکنم که نه تنها در این عرفه عید، در شب و روزهایی که مردم مشکلاتی زیاد دارند، کرونا ویروس و دیگر مشکلات، باز هم این گونه تهدیدهای عصرمیانگی، این گونه سیاستهای وحشیانه را بالای مردم آوردن هیچ معنی ندارد. یادتان نرود که ما در عصر 21 زندگی داریم، دیگر عصرهای میانه نیست. ما قانون جنگل نداریم. بالاخره خوب است، بد است، 100% رعایت هم نشود. تاجیکستان قانون دارد و نباید از بی‌سوادی مردم، از ترس مردم سوء استفاده کرد و فکر کنید که مثلا یک بیوزن رو یا یک پیرمرد رو میآید تهدید میکنید و میترسانید. این تأثیر زیاد خواهد داشت. البته با اون مردم بی‌سواد و بیچاره تأثیر دارد، اونها میترسند، اما در مجموع به مبارزین تأثیر نکرده است و نخواهد کرد. فقط نتیجهش این میشود که پرونده خودتون رو سنگین‌تر میکنید و مطمئن باشید که این خبرها به ما میرسند و در نتیجه یک حالت بسیار ناگوار و بدی را برای آینده خود شما و کشور خواهد داشت، چون بالاخره اینا به جواب نخواهند ماند. البته این را من نه به خاطر تهدید یا ترس دادن میگم، این را فقط به خاطر خاطررسان کردن، چون که هیچ یک ظالم، هیچ یک دیکتاتور در هیچ جای دنیا به عذاب نمانده است، یا در این دنیا یا در آخرت عذابش را، نتیجه این عذاب ها را خواهد چشید و باید که از این نگران بود، از این ترسید و در فکر آینده هم بود، چون که این فشارها بالای مردم، بالای بیوزنها، طفلها، بالای زندانی ها، اینا بالاخره یک روز نه یک روز یک جواب خواهند داشت. خب همدیران عزیز، حالا بگذاریم به واسطه به موضوع صحبت امروزمون که این هم باشد وضعیت افغانستان و تأثیر آن به تاجیکستان است. البته نه تنها به تاجیکستان بلکه به کل آسیای مرکزی. اون چیزی که در افغانستان همسایه میگذرد برای یکایک ما و شما معلوم است و باید گفت که پیمان ملی تاجیکستان همیشه خواستار صلح و آرامش در این کشور همسایه بود و میماند، زیرا از آرامش و امنیت و ثبات در افغانستان همسایه امنیت و ثبات کشور ما و منطقه آسیای مرکزی وابستگی زیج دارد و همین است که تمام جامعه جهانی از آن جمله رهبران کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی بعد از اون تغییرات ها و اون حادثه هایی که در افغانستان این هفته های آخر رخ داد خیلی فعال شدند و چاره‌بینی های زیاد در منطقه میگذارد، در مسکو، در تاشکند، در قطر، در تهران و استانبول و همگان تلاش کرده ایستادند که وضعیت را در این کشور همسایه ما آرام کنند و راه حل سیاسی پیدا کنند. طالبان که یکی از نیروهای مؤثر این کشور هست و از طبق بسیاری از قانونگذاری کشورها همچون یک سازمان ممنوع در کشورهای زیاد جهان از آن جمله سازمان ملل هم اعتراف شده است، ولی الکی در افغانستان حالا با بعض خبرها نزدیک 80% مساحت افغانستان را تحت کنترل گرفتند، با بعض دعواهای دیگر و معلومات‌های دیگر کمتر، و حکومت افغانستان هم اخیراً معلومات‌ها را پیشنهاد کرد که در این 2 روز اخیر چندی از ولسوالی‌هایی که قبلا تحت تصرف طالبان در آمده بودند اونها را بازپس گرفت. حالا هرچی هم باشد در این رفت جنگ‌ها و زد و خوردها میتواند بعضی منطقه باز تحت تصرف طالبان وارد شود یا از تصرف طالبان بیرون شوند و کنترل مقامات دولتی افغانستان بگذارند، ولی این داد و گرفت‌ها و این تغییرات‌های جزئی اون وضعیت کلی را زیاد تغییر نخواهد داد. وضعیت کلی این است که طالبان در این چند ماه اخیر خیلی پیشرفت کردند و نه تنها از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ سیاسی هم، و نه تنها با امریکا که چندین مدت شد در دوحه قطر یک سلسله گفت و شنیدها بین مقامات امریکایی و طالبان از یک طرف، این چنین مقامات دولتی افغانستان و طالبان از طرف دیگر
ادامه داشت و آخرینش دیروز متاسفانه به نتیجه به پایان رسید. البته به نتیجه طبق معلوماتی که رسانه ها دادن، شاید نتیجه در بین دو طرف به دست آمد، ولی خود همین که این گفت و شنیدها ادامه پیدا میکند، از نگاه من این خودش یک نتیجه خوبی هست. ولی بازم ببینیم که هیئت طالبان در مسکو حضور پیدا کرد. در آنجا نه تنها گفت و شنید داشتند، بلکه یک نشست مطبوعاتی هم برگزار کردند و این فعالیت‌های گسترده و فراگیر طالبان چه در داخل افغانستان و چه در خارج از آن بیانگر آن است که طالبان را همچون یک نیروی واقعی در داخل افغانستان دیگر اعتراف کردند و همگان آماده هستند که با طالبان وارد گفتگو شوند و اعتراف کنند و اون را جزئی واقعیت‌های این کشور بدانند. البته باز تکرار میکنم، جدا از آن که خود طالبان دیدگاه‌های آنها، برنامه‌های آنها به کسی معقول هست یا نیست، این مسئله کاملا دیگر است. اما طالبان دیگر تبدیل شدن به یک واقعیت افغانستان و منطقه. اینجا میخواستم یک نکته را همدیاران عزیز یادآور شوم. تقریبا 8 سال پیش در شهر مسکو یک نشست بود که یک کنفرانس بود، مرکز کرنگی در مسکو برگزار کرد. پروفسور مالاشنکو از ما هم دعوت کرد که یک سخنرانی داشته باشم و در رفت سخنرانی و سوال و جواب درباره طالبان از من سوال کردن. باز تکرار میکنم این حداقل 8 سال پیش بود که نقش طالبان را چگونه میبینم من و آینده طالبان افغانستان را چگونه میبینم. اگر دوستان حالا کسانی که مسئله را میخوان مشکافانه و کارشناسانه پیگیری کنن، میتونن در یوتیوب و در گوگل پیدا کنن. نوار این صحبت در مسکو هست. من اون وقت یک پیشبینی کرده بودم که طالبان را میخواهیم نمیخواهیم، بعد از چند مدت همچون واقعیت افغانستان اعتراف خواهیم کرد و جامعه جهانی اعتراف خواهد کرد و راه یگانه ختم جنگ با طالبان در افغانستان این گفت و شنید است. و اونجا هم یک جمله را گفتم که طالبان این زمان، یعنی زمان 8 سال پیش رو من در نظر دارم، یعنی این جمله 8 سال پیش است که طالبان امروز از طالبان سالهای 2000 یعنی 10-15 سال قبل فرق میکند. آنها بیشتر پرگماتیک شدند، واقع بینانه رفتار کرده ایستادند، اگرچه اصولا در همون دیدگاه ها و برنامه های خود باقی ماندند. حالا از اون صحبت من 8 سال گذشت. طبیعی است که این روند بیشتر پرگماتیک شدن طالبان در این مدت باز ادامه پیدا کرد و یقینا که بیشتر شد. اگر این نمی بود امکان گفت و شنید با طالبان نه برای امریکا، نه برای روسیه، نه برای حتی خود حکومت افغانستان هم امکان پذیر نمی بود. اما دوستان عزیز، همون 8 سال پیش وقتی که من این حرفا رو در مسکو گفتم، چقدر انتقادها و حتی هجوم‌های لفظی و مطبوعاتی علیه من صدا نداد. البته اون وقت من در تاجیکستان بودم، وکیل مجلس نمایندگان بودم و در رسانه‌های رسمی تاجیکستان و حتی رسانه‌های نزدیک به حکومت مقاله‌های علیه من نشر شد که کبیری پشت طرفداری از طالبان کرده ایستاده است و طالبان را همچون یک نیروی واقعی و پرگماتیک معرفی میکند، پس خودش هم طرفدار طالبان هست و مثل همینها همون ادامه تنقیدها و سیاه‌کنی که مقامات ما دوست می‌دارن و این را همیشه تکرار میکنن، اینا علیه ما صدا داد. اگرچه هم در اون صحبت اون 8 سال پیشم و امروز هم باز این نظر رو تکرار میکنم که سخن درباره طرفداری طالبان بودن یا نبودن نمیراد. اتفاقا بسیاری کسانی که اگر دیدگاه‌های ما را، موقع ما را مقایسه کرده باشند، فرقیت را و این اختلاف نظرها را خوب درک میکنن. اما اینجا سخن درباره یک نیروی مؤثر در افغانستان می رود و سخن اطراف واقعیت‌های افغانستان می رود و بعد از چند سال، اینک بعد از 8 سال حکومت تاجیکستان آمد خودش این واقعیت را
اعتراف کرد. قبل از حکومت تاجیکستان دیگر حکومت‌های منطقه و خود روسیه هم اگرچه طالبان را یک گروه تروریستی و ممنوع می‌داند، ولی این تروریست بودن طالبان مانع آن نشد که هیئت طالبان را در مسکو پذیرایی کنند و همچون مهمان با اونا گفت و شنید کنند و نشست مطبوعاتی برگزار کنند و همکاری خوب هم دارن. نه تنها روسیه، امریکا هم همین کار را کرد، کشورهای دیگر کرده ایستادن و حتی من چرا حکومت تاجیکستان را گفتم، مقامات تاجیکستان هم اخیراً باز یک مقاله دیگر نشر کردند. حالا مؤلف مقاله شخصی واقعی بود یا غیر واقعی، به اینش کار نداریم. مهم این که در رسانه‌های رسمی و در سایت و در سرچشمه‌های رسمی حکومت هم این نقطه نظر نشر شد و آمدن اعتراف کردند که طالبان هیچ خطری به تاجیکستان ندارد، بلکه نهضت اسلامی تاجیکستان به مراتب خطرناکتر از طالبان هست. یعنی به این نکته خواهش میکنم دوستان عزیز خیلی توجه کنند. حکومت و مقاماتی که طول شاید 20 سال است که جهان را بخصوص ما تاجیکان را از طالبان میترساند و میترساند و که اگر امام علی رحمان را تحمل نخواهید کرد، با این همه مشکلاتش و کمبودی هایش یا خانوادهش را تحمل نکنید، پس احتمال دارد که تاجیکستان هم مثل افغانستان شود و طالبان هجوم میکنند و طالبان تاجیکستان را میگیرد و مثل این قصه ها و افسانه ها را همیشه میبافتند و تکرار میکردند. البته این افسانه ها برای مردم آگاه، برای کارشناسان، برای کسانی که از سیاست کمترین آگاهی دارند هیچ تأثیر نداشت. اما یک قسمی از مردم ما مردمی هم کم سواد هستند و هم آگاهی سیاسی ندارند، بخصوص جوانان و بخصوص زنها که واقعا هم از اون سیاست ها و از رفتارهای این گروه ها نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار از کشورهای دیگر خطر دارند و واقعا جای خطر و نگرانی هم هست. اینا باور میکردن و باور هم میکنن و حالا بین دو بد اون رو انتخاب میکردن که از نگاه خودشون کمتر بد است. یعنی بین یک نیروی مثل طالبان یا القاعده و یک طالبان سکولار یا دنیوی خودمون مثل امام علی رحمانوف که سیاست‌هایش هیچ فرق زیادی از این گروه ها ندارد، فقط یکی با نام دین این محدودیت ها را جاری میکنه، یکی دیگر با نام سکولاریسم یا دنیویت و مثل این. اما امروز یک باره همه چی تغییر کرد و حکومت میگه که نه، طالبان دیگر خطری به تاجیکستان ندارد بلکه نهضت خطرناکتر است. حالا بیاید سوال را به این شکل مطرح کنیم: چگونه طالبان که در افغانستان در اون سالها قدرت نداشتند، پراکنده بودند و اگر که نفوذ داشتند یا منطقه را کنترل میکردند شاید 10% و یا 20% حد اکثر از مساحت و از منطقه افغانستان تحت کنترل طالبان بود، در اون وقت میگفتند که طالبان خطر بزرگ دارد و همه گروه های در افغانستان بوده برای ما خطر دارند. اما امروز که طالبان 80% منطقه افغانستان را تحت کنترل گرفته است، از آن جمله تمام این منطقه هم مرز با تاجیکستان را از بدخشان شروع کرده تا منطقه 5 پایان، ولی در این حالت مقامات تاجیکستان میگن که نه، طالبان برای ما خطر ندارن. پس سوال با وجود میاد که کدام حرف شما درست است؟ اونه که چند سال پیش میگفته در وقتی که طالبان هنوز نفوذ اون قدری رو در افغانستان نداشتن، یا این حرفی که امروز میگید؟ و اگر موقعیتون در برابر خطر طالبان به تاجیکستان تغییر کرده است، تحت کدام شرایط؟ آیا این در نتیجه ترس از طالبان است و شروع کردن مقامات تاجیکستان به خوشامدگویی و تملق و چاپلوسی به این نیروی حالا مؤثر در افغانستان و پیام میفرستند که اگر شما برنامه برای ما ندارید ما هم دیگر شما را همچنین دوست و شریک آینده اعتراف خواهیم کرد؟ یا اینکه واقعا هم در گذشته باور داشتن که طالبان هیچ خطری به تاجیکستان ندارد و فقط این حرف را برای ترساندن مردم، برای سوء استفاده و برای مانیپولیاسیون ذهنی مردم استفاده میکردن؟ حالا هر کدامش هم باشد، از نگاه من همش برای بازی سیاسی است، موقتی است و تجربه نشان داد که این موقع‌ها باز میتونن
زود تغییر یابند، وابسته به آن که منفیت چی است. اگر باز فردا منفیتشون در این بود که از طالبان یک غول بتراشند و دشمن تاجیکستان و ملت تاجیک و خطر بزرگ، باز این حرف را راحت خواهند گفت. اما اگر بینن که نه این دیگر به فایدهشون نیست، باز میبینید که نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر اپوزیسیون داخلی تاجیکستان از طالبان به مراتب برای اینها خطرناکتر می نماید و این را همینطور جلوه می دهم. وقتی که 8 سال پیش 10 سال پیش من می گفتم که طالبان، اون شناخته که من از طالبان دارم، بالفعل عملا برای آسیای مرکزی هیچ برنامه‌ای ندارن، چون طالبان برنامه‌شون کاملا برای خود افغانستان است و در هیچ کجای ما نشنیده بودیم در گذشته که آنها گفته باشند که ما بعد از کنترل کامل افغانستان مرز را عبور خواهیم کرد و به سمت شمال به کشور آسیای مرکزی. حداقل رسما در هیچ کجای این صدا نداده بود و وقتی ما میگفتیم که طالبان برای آسیای مرکزی خطر جدی نیستند و نباید از این سوء استفاده کرد، موضوع طالبان را زیاد داغ کرد، ما را متهم به آن میکردن که یا ما مسئله را خوب نمیفهمیم یا اینکه خودمان طرفدار طالب هستیم و میخواهیم که آنها مرز را عبور کنن و به سمت کشور ما بیان. امروز خودشون همون حرفی را که ما 10 سال پیش میگفتیم، 8 سال پیش میگفتیم تکرار میکنن، اما با شکل دیگر. و حالا بعد از 10 سال هم فهمیده باشن، خدا را شکر، و هر حرفی را، هر تحلیل را که ما امروز میکنیم شاید این مقامات ما بعد 10 سال بفهمن، اما در این 10 سال ما امکانیت ها را از دست میدیم، فرصت ها را از دست میدیم، اشتباه های زیاد میکنن. حالا اگر مثلا به حکومت تاجیکستان ما بگیم که امروز که فلان کار رو باید شما انجام بدهید یا اجرا کنید، این را حتما غلط است، ما را متهم به ده ها گناه دیگر میکنن، به خیانت و وطن فروشی و به کینه داشتن که شما همیشه حرفا رو غلط میگید، مسئله ها رو دیگر خیلی میبینید. اما بعد میبینیم که بعد با گذشتن چند سال برمیگردن به همون فکر و اندیشه ما، اما این را از نقطه نظر حکومت مطرح میکنن و یک بار هم حتی ذکر نمیکنن که چند سال پیش فلان گروه، فلان حزب یا سیاستمدار این مسئله رو مطرح کرده بود. همونطوری که قانون من در پارلمان قانون درباره آن که کسانی که نمیخواهند خدمتی عسکری کنند باید یک مقدار مبلغ رو به بودجه دولت بسپارند و از خدمت حربی آزاد شوند، اون وقت با ده ها دلیل این رو رد کردند و گفتند که نه، این امکان نداره در تاجیکستان، فقط به خاطر آنکه قانون رو، لایحه رو محیدین کبیری در پارلمان پیشنهاد کرده بود. از بین چند سال نگذشت، بعد همون لایحه رو با همون مضمون با یک شکل بدترش البته خود وزارت دفاع پیشنهاد میکند و کاملا علیه همون دلیل هایی که بر ضد من آورده بودند باز امروز صحبت میکنند. همین سیاست نسبت طالبان است، همین سیاست نسبت گروه های دیگر است و نسبت مسائل های دیگر. حالا برگردیم به خود مسئله افغانستان و تاثیرش به آسیای مرکزی، از آن جمله به تاجیکستان ما. من هنوزم به همون فکری که 10 سال پیش گفته بودم هنوزم بر همون هستم و فکر میکنم که در عموم از افغانستان همسایه خطری جدی برای کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله برای تاجیکستان تهدید نمیکند. چرا؟ برای آنکه تاجیکستان عضو چندین سازمان منطقه‌ای امنیتی است، مثل ODKB، مثل سازمان شاس یا شانگهای و اسنگ. بالاخره ما عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا هستیم و مرزهای ما مرزهای فقط تاجیکستان نیست، مرزهای چندین سازمان منطقه‌ای و بین المللی هست که در صورت لازمی کمک کافی به تاجیکستان خواهد رسید و وزیر امور خارجه روسیه لاوروف هم در این هفته گذشته گفت که روسیه در چارچوب ODKB یا مستقیما آماده است که به تاجیکستان در صورت پیدا شدن چنین خطرها کمک لازمی را انجام دهد. من مطمئنم که چین هم این کار را خواهد کرد، امریکا هم، ترکیه، ایران، کشورهای آسیای مرکزی. بنابراین من همیشه به این نظر بودم که مقامات تاجیکستان و نه تنها تاجیکستان، بعضی از مقامات کشورهای آسیای مرکزی و حتی روسیه هم خطری افغانستان یا خطرهایی که از افغانستان سر میزند یک مقدار این را
مبالغه میکنن همیشه و این را برای مشکلات داخلی خودشان، برای سرکوب اپوزیسیا، برای آرام کردن مردم، برای ترساندن مردم استفاده میبرن. بعد میبینید که در وقتی که خطر دیگر در مرز آمده است میگن که نه این دیگر برای ما هیچ خطر ندارد. بنابر همین من حالا خدا را شکر که به این نتیجه رسیدن. اگر در آینده ما مشاهده کردیم که رهبران این کشورها باز هم خطرهای منشأ گرفته از افغانستان یا چی به طالبان ربط داشته باشد، چی به القاعده، به داعش، به گروه دیگر، اگر این رو باز هم پررنگ کردند، مطمئن باشد بدانید که این یک مقدارش، همش نه البته، یک مقدارش این مبالغه ها به خاطر ترساندن مردم و دور کردن دقت مردم از مشکلات روزمره هست. البته این به معنای آن نیست که اصلا اون چیزی که در افغانستان میگذرد و به گروه های مسلح ربط دارد به آسیای مرکزی هیچ تأثیری منفی نخواهد داشت. نه، اگرچه خود این سازمان ها برنامه هم نداشته باشند، ولی این اندیشه، فکرها و این روحیه حتما به این طرف عامو انتقال خواهد یافت. برای مثال وقتی که خود همین طالبان، تجربه حرکت طالبان نشان داد که با وجود آنکه امریکا، حکومت افغانستان و تمام دنیا علیه اینها بودن، می جنگیدن، اما در طول 20 سال اینها نه با راه گفت و شنید، نه با راه سازش کردن، بلکه با راه مبارزه پیوسته مسلحانه بالاخره توانستند خودشان را به یک واقعیت تبدیل بدهند و مجبور کنند دیگران را که آنها را اعتراف کنند. و امروز نه تنها حکومت افغانستان بلکه بسیاری از حکومت‌های کشورها مثل که در نوبت ایستادند که با طالبان گفتگو کنند و همکاری کنند. و این روش میتواند به بسیاری از حزب و حرکت‌ها، گروه‌ها، بخصوص به نسل جوان که از این دیکتاتورها خسته شدن، از این دزدی‌ها، کروپسیا، حکومت‌های خودکامه خانوادگی، به اینها الهام بدهد، به اینها ایده بدهد که خب حالا پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت و گروه‌های دیگر میخواهند با راه مصالحت آمیز این مشکلات را حل کنند و وضعیت را عوض کنند، تغییر بدهند، حکومت دیکتاتوری خانوادگی را در تاجیکستان به یک حکومت مردمی ملی عوض کنند. ولی این یک راه طولانی خواهد بود و میتواند باز نتیجه هم ندهد. برعکس راه طالبان نشان داد که با یک مبارزه مصالحانه و مقاومت شدید پیگیرانه نه تنها حکومت کشور خود را عوض میکند، تاثیر میرساند، بلکه در کل منطقه. و این روش و این ایده میتواند خطرش به مراتب قویتر و بیشتر باشد از اون که خود این گروه ها، خود طالبان یا هر حزب و حرکت دیگر یگان برنامه برای آسیای مرکزی داشته باشد که باز تکرار میکنم از روی اون تحلیل های و معلومات هایی که داریم هیچ برنامه چنین نیست. ولی خود رفتار حکومت های آسیای مرکزی بخصوص در تاجیکستان، این همه فساد اداری، فساد در سیاست، دزدیدن اموال مردم و روش مدیریت خانوادگی که 30 سال یک نفر با خانوادهش کشور رو مدیریت میکند و کشور رو قدم به قدم از یک کشوری رو به انکشاف به قشاقترین کشورهای دنیا تبدیل داده است، به بسته‌ترین کشورهای دنیا. اینا دیگر خودشان خطر این روش و خطر این وضعیت مطمئن باشد به مراتب بیشتر از خطر افغانستان است. و من اگرچه پالکون کوچکوف را چندان شخصی برای تاجیکان مرغوب نمیدونم، شما میدونید که تأسیس دهنده فرانت خلقی پالکون کوچکوف است، خودش هم در چندین مصاحبه‌اش هم گفت امام علی رحمان را پالکون کوچکوف با دخالت نیروهای خارجی به سر قدرت آورد. ولی هفته گذشته در یک مصاحبهش یک حرفی را گفت که من باز تکرار میکنم اگرچه به فعالیت‌های او در تاجیکستان راضی نیستم و او را یک از جنایتکاران جنگی و علیه بشریت میدونم که باید در نزد دادگاه بین المللی جواب بگوید، اما یک حرف درسته گفت، یک تحلیل درسته کرد. گفت که همین جمله که تقریبا تحلیلی که من کردم، اونم گفت که خطری که در تاجیکستان وجود دارد از خود خانواده امام علی رحمان و از شخص امام علی رحمان، از دزدی او سر میزند، نه از طالبان، نه از افغانستان. ببینید کسی که خودش
امام علی رحمان رو سر قدرت آورده است. بعد از 30 سال نتیجه کارش رو دیده ایستاده است و می‌بیند و اعتراف می‌کند که اون کسی را که سر قدرت آورد امروز خودش تبدیل به یک سرچشمه خطر نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل روسیه و منطقه شده است و اشاره خیلی هم صریح کرد که اگر ما واقعا هم می‌خواهیم که این اندیشه‌های افراطی تند از افغانستان و از کشورهای دیگر به آسیای مرکزی و به روسیه بین جوانان مسلمان انتقال نیابد، باید پیش روی این گونه حاکمان دیکتاتور مثل امام علی رحمان را بگیریم و مشکل را در اینجا حل کنیم. و اگر مشکل را در اینجا حل کردیم دیگر هیچ از این حرکت‌ها و گروه‌های خارج از تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی تهدید جدی برای ما نخواهند بود. من کاملا با این جمله و تحلیل پالکون کوچکوف راضی هستم و خوبم است که این نفر بعد از این همه جنایت‌هایی که علیه ملت تاجیک کرد و یک جنایتکار دیگر را سر قدرت آورد بالاخره درک کرده است که سرچشمه خطر برای روسیه، برای تاجیکستان و برای کل منطقه در کجا نهفته است و از کجا باید این حل مشکلات را آغاز کرد. بنابراین من در مجموع نظرم این است، تحلیلم این است که آنچه که در افغانستان میگذرد مستقیما به تاجیکستان ما خطری جدی ندارد، اما ادامه این وضعیت، ادامه بی‌ثباتی در افغانستان، ادامه حاکمیت امام علی رحمان و این روش فساد زدهش در کشور، اینا آهسته آهسته در آینده میتوانند تبدیل به یک خطر واقعی شوند و نظر ما این است که باید هم ملت تاجیک و هم کسانی که دوستی تاجیکستان هستند و آبادی و آرامی و پیشرفت تاجیکستان را میخواهند باید در سر این فکر باشند که اگر ما بخواهیم پیش روی این افراطگرایی و اندیشه های تکفیری و رادیکالی را بگیریم، باید زمینه های آن را در داخل کشور از بین ببریم و زمینه های آن این کروپسی هست، دیکتاتور هست، زندانی های سیاسی بودن زندانی های سیاسی هست، محدودیت های دینی هست، ممنوع بودن مسجد و ریش و حجاب و تعلیم دینی هست. اینا همه در مجموع زمینه رشد اندیشه‌های رادیکالی و افراطگرایی را با وجود میارند که دیگر هر کس میتواند از اون استفاده کند، چه گروه‌های خارج از تاجیکستان باشد چه گروه‌های در داخل تاجیکستان. بنابر همین دیگر وظیفه ما، مسئولیت ما همین است که بیشتر دنبال این مسئله ها باشیم و انشاءالله که طبق برنامه‌ها و هدف‌هایی که پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای مبارز دارند ما قدم به قدم برای کمتر کردن تأثیر این عامل‌های داخلی اقدام خواهیم کرد. اینها رو باید حل کنیم و مطمئنا اینا که حل شد ما در داخل کشور یک جامعه آباد و آزاد و باثبات داشته باشیم که در آن دیگر دیکتاتور نباشد، در آن حاکمیت خانوادگی نباشد، دزدی حاکمیت نباشد، مردم دسترسی به اقتصاد و تجارت آزاد داشته باشند، مردم آزادانه بتواند اونه که دیندار است مسائل دینی خود را آزادانه انجام بدهد، مسجد، مدرسه، تعلیم دینی، اونه که نه دنیوی هست بتواند آزادانه مناسبت خودش را به دین یا به دین‌های دیگر معین کند. من مطمئنم که اگر ما به چون یک جامعه آزاد و باثبات رسیدیم دیگر این تهدیدهایی که در اطراف ما هستند تاثیرشون به مراتب کمتر خواهد شد و تاجیکستان میتواند به این تهدیدها جواب مناسب بگیرد. حالا دوستان عزیز، هموطنان گرامی، من در اینجا این صحبت خودم را در موضوع حادثه‌های افغانستان و تاثیر اون به تاجیکستان به انجام برسانم. اگر دوستان در خط باشند، در وارد خط شده باشند، باز سوال و جواب خواهیم کرد و صحبت را ادامه خواهیم داد. خب اینجا اگر راضی باشید ما یک دو نظر دوستان را بگیریم، بعد چند از این سوال ها آمده است که همکاران جا آماده کردن برای ما، سوال های خطی، به اینها هم جواب میگیم. اگر یک دو صحبت رو بشنویم بعد میگذاریم به سوال ها. خب نفر با نام سلمان بفرمایید اگر گفتنی دارید. سلام علیکم استاد. علیکم سلام. امیدواریم صحت سلامت باشید. استاد عزیز، یک سوال دارم و یک خواهش.
سوالی من همچون سیاستمدار چنین است که شما در چند صحبتاتون گفتین که پرونده علیه پرزیدنت با دادگاه ملل متحد تیار کرده شده. شما میتونید مثال با گفته روسا سپیڅالنا حکومت تاجیکستان رو پرووڅیرovat کنید چون که جنایت ها رو زیادتر کند تا که پرونده شما آسانتر شود. سلامت باشید برادر سلمان. چرا ما حکومت تاجیکستان رو پرووڅیرovat کنیم که جنایت های بیشتر کند تا اینکه پروندهش وزنی تر شود؟ برعکس ما تلاش کرده ایستادیم که این جنایت ها رو دیگر نکند و تا اینکه پروندهش سبکتر شود. دیر یا زود در هر صورت پرونده امام علی رحمان و چندی از مقامات تاجیکستان به دادگاه بین المللی خواهد رفت و حالا من نمیخوام جزئیات بیشتر در این باره بگم که این پرونده رو کی آماده کرده ایستاده است و در کدام مرحله قرار دارد و حتما شما از رسانه ها یا از خودی ما بعدا آگاه خواهید شد. اما این مسئله وقت است و این کار رفته ایستاده است. برعکس ما نمیخواهیم که این کار صورت بگیرد و امام علی رحمان و حکومتش زودتر این مسئله را درک کنند و برگردند. چون ببینید اگر ما امام علی رحمان را پرووڅیرovat کنیم که او جنایت بیشتر کند، شما میدونید چقدر مردم بیگناه باز بیشتر عذاب میکشند، چقدر خانواده ها مصیبت زده میشوند. یعنی جنایت هایی که حکومت امام علی رحمان میکند کدامند؟ مردم را زندانی کردن، مال مردم را گرفتن، مردم را به خانه و در کردن، فشار آوردن، اذیت کردن. خب ما نمیخوایم که اینها تکرار شود. حالا شما اصلا درک میکنید که وقتی که به ما از داخل کشور زنگ میزنن که مثلا فلانی را دعوت کردن به خاطر فرزندش، یک بیوزن را، یک پیرمرد را و تحقیر میکنن، میترسونن که ما شما را زندانی میکنیم، پرونده جنایی باز میکنیم اگر فرزندت بس نکند یا بر نگردد. البته این کار رو کردن نمیتونن نسبت کسانی که آگاهی سیاسی دارن و رسانه‌ای میکنن، اما کسانی که خاموشن، کسانی که میترسن، بله نسبت آنها این کار رو میکنن و کردن در گذشته و هر چقدری که مردم خاموش باشد همون قدر بیشتر میکنن. بنابر همین نباید ما مسئله را این طور مانیم که باید امام علی رحمان بیشتر جنایت کند تا اینکه پروندهش سنگین‌تر شود و ما زودتر به دادگاه بین المللی بریم. مسئله سرعت به دادگاه بین المللی بردن دیگر به این جنایت های مین بعد ربط ندارد، برای اینکه اون مقدار جنایت هایی که تا این روز صادر شد الکی کافی هستند. ما وقتی با ادوکات ها صحبت کردیم نشان دادیم اینا را گفتن که این کافی هست و فقط باید که اینجا دیگر اینا را به گفت خودشون قسمتی همون فاکتولوژیا ارگومنتاسیونش را قوی تر باید کرد تا اینکه بالاخره پروکورورهای بین المللی هم تنها در اساس حرف من یا دعواهای ما که پرونده باز نمیکند، باید که فکت و رقم باشد و اثبات کرده شود. اینجا دیگر مردم خودش باید فعال باشد، مردم باید که بفرستند این پرونده ها را، این فکت و رقم ها را، بخصوص اون جنایت های دست جمعانه که نسبت مردم در ترسونزاده، در ریگه، در حصار، در ختلان، در منطقه رشت صادر شد، اینها باید که هر چه زودتر با نام و نسب باید فرستاده شوند تا اینکه یکی از گناه ها یا جنایت های سنگین این نسل کشی است، کشتار دست جمعی است که در تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان متاسفانه شماره این خیلی زیاد بود. همین از نظر ما برادر سلمان. حالا ما تلاش میکنیم که جنایت کمتر کند. اگر گفتنی دیگر نداشته باشد نوبت رو برادر هست استاد یک خواهش من برای چی این سوال رو پرسید دادم، برای اینکه شما در صحبتاتون همچون مثال میارید مثلا اگر از یگان منصبدار یا که عموما یگان شخص در تاجیکستان دربارش یگان سخن گفتنی میشود نام اون رو نمیگوید و این جمله رو دائما تکرار میکنید که بگذار نامش رو نگویم چون که برایش یگان مشکلی نشود. این رو من برای همون سوال دادم. اگر من همچون شوخی بگویم اگر حتی شما گویید که من با سید مومن یتیموف یک بار سلام کردم ممکن که پریزیدنت اون رو از کار راند
آنقدر به شما نفرت داره. خب این سوال بود، خیر شما جواب دادید. مثلا خواهش من همچون انسان شخصیتی که من شما رو دوست می‌دارم، این شما خواهش دارم اگر امکانی اجرا کردن باشد حاضر خواهش میکنم جواب دید. در مرکز نهضت، در دفتر نهضت در دوشنبه اگر باید داشته باشه، در صحنه همون حولیش یک تا میز تنیس بود، میز تنیس. من آرزو دارم که روز شود که شما به تاجیکستان برگردید و من با شما نه همچون پرزیدنت، خطی این آرزوی من است که شما رو من همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بینم و همچون محیدین کبیری، همچون شخص عادی با شما در همون میز استال تنیس یک بار بازی کنم. سلامت باشه برادر سلمان. بله ما در دفتر حزب استال تنیس داشتیم، چندین مسابقه تنیس هم برگزار کرده بودیم برای بیرون از حزب، هم مسابقه شاهمات میشد، والیبال میشد. ما یکی از حزبای بودیم که واقعا در این مسئله خیلی فعال بودیم و حالا همین بود که ما را تروریست اعلام کردن، چون ما با ورزش، با فرهنگ، با علم توجه زیاد نشون میدادیم. شما اگر در اروپا باشید برادر عزیز، در هر کجای اروپا باشید گپ زنید، من میام در همون کشور با شما تنیس بازی میکنم. اتفاقا من همیشه شب روزان، حالا هر روزم که نباشد، حداقل هفته یک بار دو بار با فرزندان یا با دوستان هنوزم در اروپا هم تنیس بازی میکنم. ولی اگر در بیرون اروپا باشد ما رو معذور بدارید که نمیتونم. انشالله دعا میکنیم که اون روز زودتر فرا برسد که ما با هم، حالا در اون میز هم نشد، در یگان میز دیگر با هم تنیس بازی میکنیم انشالله. و یک نکته رو به همون شوخی که کردید، این رو هم بگم با شما که حالا گفتید که هر کسی را بگم که با من صحبت کرده است و سلام کرده است به ضررش میشه. این واقعیت است. حالا من که با سید میمنی یتیموف و دیگر وزیران قدرتی که متاسفانه امروز این جنایت ها را کردن بارها سلام علیک کردم، صحبت کردم، با بعضش حتی تنیس بازی میکردیم، بیلیارد بازی میکردیم. و چون وقت من وکیل مجلس نمایندگان بودم، اونا وزیر بودن، ما ارتباط داشتیم. من حالا این شوخی نیست، این واقعیت است. وقتی که وکیل بودم تازه اگنتی ضد کروپسیون را تأسیس دادن، در رسانه‌ها خبر شد که خب اگنتی رو تأسیس دادند و یکی از شخصیت‌های معروف تاجیک ممکن از گنرال های قدرتی ممکن رئیس اگنتی انتخاب شود و رسانه ها حدس می‌زدن که کی رئیس اگنتی میشود. از یک پلیس از من مصاحبه گرفت، گفت به نظر شما کیا سزاوارتر هستند که رئیس اگنتی انتخاب شوند؟ من اون وقت سید امیر ظهورف را نام گرفتم، شیرخان سلیم زاده با من وکیل مجلس نمایندگان بودیم، رئیس کمیته بود فکر میکنم، یا حالا چیکار میکرد در همونجا، و کدام از دیگر وزیرهای قدرتی یا شخصیت‌های قدرتی رو نام گرفتم که اینها امیرقل عظیموف رو، عبدالرحمن عظیموف رو خدا رحمت کند گذاشته، اینها رو نام گرفتم که میتوانند رئیس این اگنتی شوند. روز دیگر شیرخان سلیم زاده آمد پیشم، سلام علیک کرد، گفت موعدین ما کو دوست و رفیقیم، چرا در اینترویوت نام ما رو گرفتی؟ گفتم چی بدی دارد؟ من اونجا صفت کردم که شما شخصیت‌های خوب هستید، میتونید این کارو کنید. گفت ببین هر کسی را خودت نام بگیری برعکسش میشه، دیگر او رو میگن این کبیری طرفدار این بوده است، بر ضرر میشود. الکی گفت دلهای من رفتگی است، من همین شب و روزا باید رئیس اگنتی شوم، ولی میترسم که همین مصاحبه خودت ضرر نرساند. من گفتم راست میگم، من نمیدونستم که دلهای خودت رفته است، حالا اگر میدونستم میگفتم، ولی فکر نکردم تو این درجه که اگر بگم که شیرخان سلیم زاده شخصی سزاوار هست به ضرر شما شد. از این بعد گفتم دیگر به این نوبت میگیرم که دیگر کسانی که انسان‌های سزاوار هستند دیگر زیاد تعریف نکنن که اونها رو هم با گفتیم مردم چپ نگیرن. ولی بعد تعیین شد و اولین رئیس اگنتی به فکرم شیرخان سلیم زاده شد. این واقعیت است، این یگان جای شوخی نیست. خب با اجازه شما برادر دیگر با نام ابوبکر بفرمایید اگر باشه در خط. خب مثل که صدایش نیست. سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید.
استاد یک دو سوال داشتیم. بفرمایید. یکون سوال همین که شما در یک صحبت هم گفتین که با سیمومین یتیموف 3-4 ساعت با اون صحبت کردید. در همین صحبت های او شما حس کردید که اون کس حسی ملت دوستی، حسی وطن دوستی دارد یا نه؟ خب دویم سوال پیمان ملی تاجیکستان یگان برنامه داره برای مهاجران بعد از انتخابات نو بر 20-25 سال نشان اون کسا دانشگاه تمام کردن که اونا آموختن در چی مکتب‌های عالی برای همین مهاجرات چی برنامه است در آینده؟ سلامت باشه برادر عزیز. از سوال اولتون شروع کنیم. من نمیدونم والا شما طرفدار یتیموف هستید یا نه، چون من پیشتر گفتم که هر کسی رو اگر تعریف کردن به ضررش می شود. اما یتیموف متاسفانه نشان داد که دیگر کسی نیست که از او ستایش کرد و تعریف کرد. همچون انسان شاید انسانی بد نیست، باز تکرار میکنم، شاید برای فرزنداش، برای خش و تباراش انسانای خوب است، برای دوستانش. اما من که با یتیموف انسان و شهروند کار ندارم و واقعا هم بارها صحبت کرده ایم، همچون سیاستمدار یا همچون سیاست شناس، چون با ایشان همچون سیاست شناس ما کار کرده ایم. اما مناسبتی من با سید مومن یتیموف همچون با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی است و من همچون رهبری پیمان ملی تاجیکستان یا رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت میکنم که این دیگه مسئله کاملا فرق میکنه. بله ما صحبت کردیم، حالا 3 ساعت و 4 ساعت بود در یادم نیست. این دقیقاً بعد از انتخابات پارلمانی 2015 بود یا یه هفته بعد از انتخابات، یا اول یه هیئت فرستادن به خونه من، بعد من گفتم که نه این هیئت چون حالا شاید که با نفران بالاتر صحبت کنیم، بعد با یتیموف صحبت کردیم و تمام مسائلی را که نگاه خودم را گفتم، ایشان هم نظرش را گفت. حالا من تفصیلات این صحبت رو در جاهای دیگر گفته بودم، همش رو نه البته، یک قسمش رو. ولی حالا با سوال شما که شما پرسیدید که احساس کردم یا نه که در اون حس ملت دوستی یا ملی هست یا نیست، ببینید وقتی که سید مومن یتیموف سیاست شناس با من صحبت میکرد، ما صحبت میکردیم گاه از در مسائل همچون دو عالم سیاست شناس در یک جای نقطه نظر مشترک پیدا میشد، اما یک باره او تبدیل میشد از سید مومن یتیموف سیاست شناس و عالم به سید مومن یتیموف وزیر امنیت و کسی که اطاعت از امام علی رحمان میکند، باید سپارش‌های او را اجرا کند. موضوع و مسئله گذاری کاملا فرق میکرد. یعنی به مثل اون که یک عالم اول با شما میگوید مسئله را مطرح میکنید که این رفتارهای حکومت همش خطر دارد برای تاجیکستان، برای ملت، وضعیت رو به ثبات میکند، کشور رو در حالت بدتر قرار میدهد و همون چیزی که الان ما دیده ایستادیم. یعنی همون چیزی که الان ما در تاجیکستان میبینیم، تاجیکستان یک باره در تمام ریتینگ ها افتید، وضعیت اقتصادی بدتر شد، مشکلات ما بیشتر شدن. اینا رو ما با یتیموف در اونجا پیش بینی کردیم و گفتمش و وقتی که همچون عالم قبول میکند، اما یک باره تبدیل میشود، بعد میگه که خب دیگر تصمیم گرفته شده است. همین جمله حداقل 3 بار 4 بار تکرار شد که خب دیگر تصمیم گرفته شده است و من دیگر یک کارمند دولتی هستم و دیگر و اینجا باید رئیس کمیته دولتی امنیت ملی وقتی که برایش گفته می شود و خودش همچون عالم می داند که به امنیت ملت و دولت خطر تهدید کرده ایستاده است و این کارهای امام علی رحمانوف خطر دارد، باید احساسی، نه تنها احساسی حسی وطن دوستی و ملت دوستیش بالا بگیرد، بلکه حسی مسئولیت وظیفویش همچون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی باید که امنیت ملت را تامین کند.
در فکر پیشرفت دولت و ملت باشد، نه در فکر امنیت یک شخص و قراولی دزدی های یک شخص که خودش هم اثرش کم کم باز می‌دزدد مثل دیگر وزیرهای قدرتی. اینجا یک تناقض است بین یتیم فی عالم و شهروند و بین یتیم فی وزیر که دیگری مشکلی خود یتیم است، این را ما حل کرده نمیتونیم. بنابر همین من حالا اگر جنببست کنم این سوال رو میگویم که در شخصیت او یتیم فی امنیتی، یتیم فی کارمند دولتی بالاتر و قویتر بروز میکند از یتیم فی عالم، یتیم فی یک شهروند، یک شخصیت عادی که واقعا جای تاسف است. باید که در انسان باید که اول دیدگاه های شخصی، ملی و وطن دوستی و ملت دوستی باید که مهمتر باشد از آن که موقع منصب و مقام و ترسی از دست ندادن مقام و منصب باشد. ولی چیکار کنیم که این مشکلی تنها مشکلی یتیم نیست، بلکه مشکلی تقریبا همه مقامات قدرتی است، با خصوص مشکلی 100% وزیران قدرتی تاجیکستان است که اونها میترسن که اگر این مقام را از دست دادن یا حکومت عوض شد، جای آنها هم کرسی جنایتی است دیگر. اون کسانی را که آنها زندانی کردند و در محکمه کشیدند و در کرسی جنایتکاری نشان دادند، اینا خودشون جای اونها رو میگیرن و از ترس همین چیز دیگر مجبورن که جنایت‌های خودشون رو ادامه بدن. متاسفانه یتیم فهم میشن. خب سوال دومتون، پیمان برای مهاجرین چی برنامه دارد؟ برادر عزیز، پیمان ملی تاجیکستان سر قدرت که آمد اولین کاری که میکنه تمام این برنامه‌هایی که امروز حکومت دارد از این جشنواره‌ها و چاره‌بینی‌ها و قصرسازی‌ها و پرچم‌سازی‌هایی که صدها میلیون دلار پول بودجه خرج می‌شود، اینها را مراتب اعلان میکند برای 5 سال، برای 10 سال. تمام این پول برای ایجاد جای کار، برای ساختن کارخانه‌ها، فابریکه‌ها و جای کار برای مهاجرین است. شما تصور کنید که اگر همین پول‌هایی که صدها میلیون دلار خرج می‌شود، همین پولی که برای 30 سالگی امام علی رحمان خرج می‌کند، اگر برای تولید جای کار، برای ساختن کارخانه خرج کند، میدونید چقدر کارخانه می‌شود؟ این در زمان معاصر دیگر برای ساختن یک کارخانه معاصر مثل پیشینه زوادهای کلان لازم نیست. دستگاه‌های کامپیوتری خرد هست که میتواند در آن 5 نفر 10 نفر در یک دستگاه دیجیتالی یا که کامپیوتری کار کند و با پول ارزان هم می شود و با این صدها میلیون دلار می شود که صدها و شاید هزارها کارخانه را در تاجیکستان ساخت که جوانان تاجیک در روسیه نه در وطن خودشان در پیش زن و فرزندشان صاحب جای کار شوند. اما چرا امام علی رحمان این کار را نمی کند؟ اگرچه می داند، فکر نکنید که در اطراف امام علی رحمان سیاستدانها، اقتصاددانهای خوب نیستند. اینا میدونن که باید همین کار را کرد، اما میترسن که با امام علی رحمان این را بگن. چرا؟ برای آنکه میدونن که امام علی رحمان برنامه ایجاد جای کار در داخل کشور را ندارد. برای امام علی رحمان خوب این است که جوانان تاجیک در خارج در روسیه کار کنن، فقط پول بفرستن، اما خودشون در داخل کشور نباشند. برای چی؟ برای اینکه اگر در داخل کشور باشد در انتخابات شرکت میکند، در انتخابات رای میدهد، در انتخابات که شرکت کرد ممکن به طرفداری کبیری آواز میکرد. رحمت الله ظاهروف یگان نامزدی مستقل و نامزدی بهتر و رحمانوف نمیتواند انتخابات را تقلب کند وقتی که نیروی کاری، نیروی مبارز جوان در داخل کشور هست. اما وقتی که همه نیروی جوان در خارج است، در داخل کشور فقط زن و کودک و پیرمردها ماندن و 4 منصبداری که از امام علی رحمان میترسن. دیگر میگه خب بهتر است که من این پول را در همون قصر سازی و جشن و در همون رقص و بازی خرج کنم و مردم بگذار جوانان در خارج کشور کار کنند. پیمان ملی تاجیکستان اولین کاری که میکند مراتب اعلان میکند و تمام این مبلغ ها را برای اقتصادیات داخلی کشور خرج خواهد کرد. خب یک نفر دیگر با نام مقسوم عبدالستار هست، من ایشان را هم وارد میکنم. بفرمایید اگر گفتنی داشته باشید. سلام علیکم برادر، سلام خیلی به کل مردم مبارز میرسانم. اولا نیدی شریف قلبان رو به همه کل مردم مسلمان میرسانم. مبارک باشد این عید. سلامت باشید برادر محیدین کبیری مقصد
خسرو میشناسم. اما یکی از هم خیلی سوارای مقسم عبدالستارم برادر. من خواستم بسیار خوب. قطعه در یک هم صحبت چند برادر. بفرمایید دوستی عزیز. برادر من میخواستم مقصد صحبت انا با تلفن برادر کنیم. استاد بعد در برنامه تون میشه برادر اگر وقت داشته باشین اگر مقصد خواهش داشته باشین. شما با حالا با همون یگان رقم مانید که بعد به شما زنگ بزنن مسئولین و حتما انشاءالله کوشش میکنیم که پیام شما را مستقیم بیرون از اینجا بگیریم. خداوند نگهبانتون باشه. خب برادر الان نگهبان تکدیم. سلامت بشه، خدا نگهبان. خب دوستان عزیز، چند تا سوال حالا بعضی برادران دیگر عزت الله عبدالله احمد جان در نوبت ایستادن. بیاید همین دو نفر دیگر رو هم میشنویم، بعد با بعضی سوالهای خطی هم جواب بگیم تا اینکه دوستانی که خطی فرستادن ناامید نشوند. برادر عزت الله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محیدین کبیری و علیکم سلام. تماشا امروز که شخصانی که ما را تماشا دارن و هم ما را به عید قربانی نمادگی تبریک کردن هستن و شخصا شما هم. سلامت باشه استاد برادر. محیدین کبیری یک سوال کوتاه دارم و دوم سوالم سخن است. ممکن اجازه بدید؟ بله بفرمایید. فقط خواهش میکنم طولانی نباشد چون منم طولانی صحبت میکنم جواب میگم، دوستان دیگر در نوبت ایستادن. نه بهترین شد. یکم سوال این است که در شبکه‌های اجتماعی قماندان طالبان میگن ما سردفتر خودمون در درون داخلی تاجیکستان داشتیم و از طرف وی کمک میگرفتیم. همین یک پاسخ میدادید. یک کمتر از همین معلومات میدادید که این چی در دفتر طالبان در درون داخلی تاجیکستان بود. دوم این سخن است که شما ارزنده هستید برای پرزیدنت شدن. استاد محیدین کبیری، شما بهترین شخصیت هستید و ما شخصا من خودم رحمانوف را انتخاب نکردم و ما بسیار پیگیری میکنیم برنامه شما را. شما ارزنده هستید برای پرزیدنت شدن. تمام. سلامت باشه برادر عزیز. برادر عزت الله کوتاه همین سوال دوم تا اول گپ زنم، بعد به موضوع طالبان در دوشنبه بگذاریم. من فکر نمیکنم که اولش که تشکر که ما را ارزنده میدونید، اما فکر نمیکنم که تنها من باشم. شاید که من کمترین کسانی باشم که از فرزندان ملت تاجیک ارزنده آن هستند که پرزیدنت تاجیکستان باشند، رئیس پارلمان باشند و حداقل 40-50 تاجیکستانی امروز میتواند پرزیدنت آینده تاجیکستان باشد. من حداقل 10 نفرش رو میتوانم با شما همینجا با انگشتایم نامبر کنم. یک قسمش در زندان است، قسم دیگرش در بیرون است و یعنی ملتی که فقط 1 نفر 2 نفر شخص ارزنده داشته باشد اصلا اون دیگه ملت نیست. حالا میگن که امام علی رحمان دیگر ارزنده ترین است و بعد دیگر هیچ کس نمیتواند و نباید باشد، پس معلوم میشد که ما ملت نیستیم. یا هر کسی میگه که کبیری است و فقط غیر کبیری. نه، من میگم که کمش 50 نفر است و باید ملت همین خیل باشد و بنابر همین حالا تشکر که لطف کردید، ولی به همه ملت میگم که دیگر از همین گونه حرفا خودداری کنیم، چون اینم یک نمود شخص پرستی است، شخصیت سازی است و آهسته آهسته دیگر میتواند در آدم یک فتنه را با وجود بیارد که احساس غرور کند، کبر کند که خب پس من آدمی نادر بودم، ناتکرار بودم و طرفداران زیاد دارم و مردم را میگن که خودت ارزنده ترین هستی. شاید که رحمانوف هم یک وقت آدمی عادی و ساده و خاکسار بود، بعد همین تعریف ها و همین بلند برداری ها شد که امروز دیگه خودش رو پیشوا اعلان کرده است و اگر میگن که بره یک نفر دیگر پرزیدنت شود، گویا که اون نفر جنایت کرده باشد، دشمن میداند اون نفر را. ولی در گذشته یک آدمی بسیار عادی بود و خب بالاخره ما با او بارها نشستیم، در وقت کمیسیون اشتی ملی صلح میکردیم و گیریش را دیدیم، زورا و تولاش را دیدیم. یک آدمی انسانی عادی بود، مثل امروزه رحمانوف نبود. بنابراین بیاید از این گونه حرفا کوشش کنیم که خودداری کنیم، اما بله خصلت‌های مثبت را گفتن در کار و منفی را می‌چونیم، اما با یک شکلی که دیگر به عزت نفس دیگران نرسد.
در موضوع طالبان دوستی عزیز عزت‌الله، بله این خبری نو نیست. این خبر رو تقریبا 1 سال پیش معلومات رو ما داشتیم که طالبان در دوشنبه حالا دفتر آفیس رسمی نه غیر رسمی دارند برای گفتگو با کشورهای منطقه و این امکانیت رو حکومت تاجیکستان برای آنها داده است. حالا در عوضش از طالبان چی گرفتن، چی وعده ها، چی داد و گرفت بود، حالا بعدتر آشکار خواهد شد. الکی یک قسمتش آشکار شده ایستاده است و همینی که حکومت تاجیکستان امروز اعلان میکند که طالبان خطری نیستند برای تاجیکستان، این معنی دارد که یک داد و گرفت و یک همکاری های از قبل بوده است. این فقط برای مردم تاجیک را فریب دادن و به چشم مردم خاک پاشیدن و مردم را از مخالفین و از طالبان ترساندن. همیشه تکرار میکردن که طالبان خطر دارد و اگر رحمانوف نباشد طالبان میان تاجیکستان را میگیرن. نه، در پس این معلوم شد که این حرفا بازی های پس پردگی بوده است و خود یکی از قماندان های طالبان این را در مصاحبهش اعلان کرده بود و بعدا مقامات دیگر هم تایید کردند که بعضی گفت و شنودها حتی با طرف روسیه هم بار اول با مقامات روسیه در تاجیکستان با میانجیگری حکومت تاجیکستان برگزار شده است. بنابر همین این اتهامات که فلانی تروریست است ما با او گفت و شنید نمیکنیم، دیده ایستاده که حکومت امام علی رحمان حتی نه اینکه با اپوزیسیون خودش رو که بر دروغ تروریست مینامد، یگان دنیا قبول نکرده است، یگان کشور اعتراف نکرده است. طالبان را که تمام دنیا تروریست حساب میکند و خود حکومت تاجیکستان هم، روسیه هم، سازمان ملل هم، معلوم شد که امام علی رحمان با طالبان هم پس پرده گفت و شنید میکرده است، رفت و آمد داشته است و اینکه ما با تروریست ها همکاری نمیکنیم این فقط برای تاجیکان هست، برای مردم داخلی است، برای اپوزیسیون خودش است، برای نه تنها برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حتی برای دموکرات ها هم، برای اپوزیسیون دنیوی هم، اینا رو هم اکستریمیست حساب میکنن. بنابر همین دیگر امیدوارم که مردم تاجیک این چشمشون باز شده باشد و این گونه بازی ها رو دیگر فریب ها رو نخواهند خورد. خب برادر احمد جان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. انشاءالله استاد خوبی؟ سلامت باشه برادر عزیز. الله حفظت کنند امیر راه نصرت را با ما و شما بده انشاءالله. آمین. امیدوارم که شما هم تنصیحات بردم باشه. بفرمایید. الحمدلله خوب هستیم با دم دعای شما. استاد یک سخن داشتم که یک سواله، همین سوالی که هست مقصد انسان هایی که کشتند و خیانتکار گفتند و آینده انشاءالله حکومت ها که شاید با دیگه کس هم بگیره، شاید شما بگیرین، اما اینها قهرمان اعلان میشوند یا که خائن هم میمونند؟ اینهایی که خائن نبودند. منظور شما همین کسانی که الان در زندانند، مهاجرند و کسانی را که حکومت خائن میگه، دشمن، تروریست میگه؟ بله بله. ببینید من حالا این مثال طالبان هم نشان داد که این در این سیاست حکومت های دیکتاتوری یگان ارزش، یگان اصول نیست، یگان قاعده دائمی نیست که آنها تا آخر به همون پایبند باشند. تا دیروز طالبان براشون تروریست بود، امروز همسایه همکاری میکنن، دفتر میتین در دوشنبه یا به مسکو دعوت میکنن. یادتون نرود من در صحبت‌های قبلی هم گفته بودم که بسیاری از مبارزین در تاریخ بشریت، نه تنها در زمان معاصر ما، در تاریخ بشریت از پیامبران شروع کرده تا مبارزان، حتی در تاریخ ملت ما هم در نزد حاکمان مستبد و ظالم خودشون یا تروریست بودن یا خائن بودن یا دشمن. شما که حتما قصه ضحاک و کاوه آهنگر رو خوانده در شاهنامه و در دیگر قصه ها. ضحاک هم پادشاه بود، حاکمیت داشت و حساب خودش طبق قانون ها و عرف و عنعنه زمان خودش پادشاه قانونی حساب میشد. کاوه آهنگر هم یک شهروند بود و این ظلم و ستم ضحاک را تاب نآورد و قیام کرد. از نگاه ضحاک، کاوه آهنگر که علیه ضحاک، علیه پادشاه مبارزه برد و قیام کرد و
انقلاب کرد یک تروریست، یک اکستریمیست و خائن است که میخواهد ثبات را از برهم بزند، امنیت را برهم بزند و اگر کاوه پیروز نمیشد زندانیش میکرد یا میکشت مثل دیگرها. ولی وقتی که کاوه پیروز شد ضحاک در تاریخ همچون ظالم ماند و کاوه آهنگر همچون رمز پیروزی. همون طور دیگر مبارزین واسه در تاریخ خودمان در امارت بخارا، واسه در نزد امارت بخارا در نزد حاکمی زمان که حاکمی قانونی و شرعی بود کی حساب بود؟ همچون یک عاصی، باغی، جنایتکار، سرکش به دار کشیده شد. واسه که همشهری ما و شما هست. به خاطر چی مبارزه کرد؟ به خاطر دزدی و فسادکاری املاکداران امیر، پادشاه و بلند بودن اندازها. اون حقی که به باج و خراجی که امیر بخارا به مردم، به صاحبکاران، به دهقانا کرد، بالای آنها آورده بود. او اعتراض کرد و فقط اون قدرت و مقام نمیخواست. گفت که انداز را باج و خراج را کمتر کنه، دیگر ما قدرت پرداختن این را نداریم. اما امیر لشکر فرستاد، او را بازداشت کردند و همچون یک جنایتکار، همچون خیانتکار، همچون یک کسی که قانونهای دولت را گیاه ویران کرد به دار کشیده شد. نیلسون ماندلا هم 26 سال در زندان حکومت آپارتاید خودش همچون با همین پرونده‌ای که ما و شما داریم، حالا خدا کند که شما نداشته باشید، منظورم ما و دیگر مبارزین دارن، همچون خائن و تروریست بود. اما وقتی که پیروز شد اینا همه سفید شدن، اینا قهرمان شدن و کسانی که اینها را ظلم کرده بود اینها برعکس اینا را همچون جنایتکار و دادگاه کشیدن. من امیدوارم که در تاجیکستان ما هم همین چیز خواهد بود. خب برادر عزیز استاد، الله در همین راه پایندت بدوره، الله هر که جای باشه حفظت کنه استاد. سلامت باشید، نگهبان تو باشد. دو برادر دیگر در نوبتند، برادر رحیم و صابر. من بعدا اونها را وارد میکنم. حالا همونطوری وعده داده بودیم یک دو تا سوال خطی هم آمده است، این دوستان به نصیب نمونن. خب یک سوال آمده است. سلام علیکم اکای کبیری، من پیش در پاگرام وایسکا کار میکردم. همه کلانو آدمای خودشانه دارن برای بیزنس گرین تا نشقتی مواد مخدر می آوردن. فهمیدیم که سرحد طالبان گرفتن. به فکر شما پیش رای این بیزنسی مواد مخدر میگیرن یا به هوا آوردن میگیرن؟ نیمی بایگری آدمان رحمانوف از حساب همین بیزنس است. دوستی عزیز، من حالا هیچی گفتن نمی شود که آینده تجارت مواد مخدر در مرز تاجیکستان و افغانستان چگونه می شود، بله با کسی پنهان نیست که دیگر از این طرف مرز قاچاق مواد مخدر در دست کی هست، کی کنترل میکند. اصلا در کشور تاجیکستان که همه چیز زیر نظارت است، همه چیز تحت کنترل مقامات امنیتی است، اگر تجارت مواد مخدر هست کی هست و همه این رو میداند، پس این هم گفته نمیشد که از طرف گروه های علاهیده است که حکومت کنترل کرده نمیتوند، بلکه 100% در زیر کنترل مقامات دولتی است. زیرا خودی حتی سرحد، نه تنها سرحدبان‌ها، حتی مقامات خواجگی جنگل و اون بیشهزارها هم، مثلا رئیس به اون جنگلبان ناحیه فرخار از طرف تاجیکستان، برادر خوردی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی یتیموف است. پس هم سرحد هم جنگل هایی که در مرز هست همه در اختیار یک خانواده هست و اون طرف مرز هم که معلوم است که قماندان ها یا کسانی هستند که باز با این قماندان های طرف در داد و گرفت هستند. من نمیدونم که حالا طالبان چی برنامه دارن. سالهایی که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتن، طبق آمار سازمان ملل رقم کشت و حجم کشت و کار و تجارت مواد مخدر در افغانستان یک باره پایین رفت و در بعضی منطقه قریب که نیست شد و طالبان با این کشت مواد مخدر تریاک مبارزه کردند. الان چی برنامه دارن ما معلومات در دست نداریم، اما متاسفانه در این سالهای اخیر باز در افغانستان کشت مواد مخدر خیلی بالا رفت و تاجران اون در طرف تاجیکستان هم از اون خیلی سوء استفاده کردن. حالا اگر همکاری با طالبان کنند و زبان مشترک پیدا کنند، شاید که این تجارت خانوادگی باز ادامه پیدا کند.
یک سوال دیگر هم هست، این رو بگیریم و بعد برگردیم به دوستان در استودیو. حکومت با مقامات بلندپایه ایران، طالبان و غیره روابط دارد و حتی در مقبره جنرال قاسم سلیمانی گل میگذارند، اما همین حکومت میگوید چرا کبیری با فلان شخص در ایران دیدار کرد پس او شیعه شده است، یا با امریکایی ها و اروپایی ها میشیند پس اون لیبرال است و غربگرا. چرا؟ خب همین رو ما دوستی عزیز پیشتر هم گفتیم که آن کاری را که برای خودشان روا میدانند برای دیگران حرام میدانند و آن کاری را که برای خودشان حرام میدانند برای دیگران روا. متاسفانه سیاستشون همین است و تا دیروز ایران و خود قاسم سلیمانی را تروریست حامی تروریستان میدونستند، بعد رفتن در نزد مقبرش گلچنبر گذاشتند و اون شرف حربی را هم انجام دادند و گفتیم با زبان روسی چست هم دادن، یا با طالبان یا با هر کسی دیگر، اما با همه امریکا هم با اروپا هم داد و گرفت دارن، دوستی دارن، تجارت دارن. اما همین که ما اپوزیسیا یا هر کسی دیگر اگر همکاری کرد یا نظری گفت، متاسفانه این اتهام ها و این تهمت ها را بالایش بار میکنن که شما هم با اون اشاره کردید. خب دوست عزیزمان رحیم را حالا وارد میکنیم، بفرمایید. السلام علیکم. آقای رحیم اگر باشد بفرمایید. و علیکم السلام، بفرمایید. بله سلامت باشید دوست عزیز، میکروفونتون مثل که مشکل دارد، اگر درست کنید بعد وارد شد بهتر است. بفرمایید. حالا خوب شد، بفرمایید. حالا سوال یکمی من همی است که وضعیتی که در افغانستان رخ داده ایستاده. الو. بله بله. افغانستان رخ داده ایستاده است. آیا بر رفت مبارزه بحری حدودی تاجیکستان ضرر خواهد رسانید و یا نه؟ بعد سوال دوم من این است که فکر و نظر شما در باره تاجیکان افغانستان چی است؟ درباره کی؟ معذرت یک بار دیگه. نظر ما درباره که در افغانستان قرار دارند. چون امروز وقتی که ما می‌بینیم طالبان جنگی طالبان سر قدرت بالکل پشتو هستند. در افغانستان تاجیکان هم هستند. من این است که تاجیکانی که خواهشی با طالبان یک جایه شدن نداشته باشند، آینده تاجیکان افغانستان شما چه خیال می‌کنید؟ سلامت باشید دوستی عزیز، بسیار سوالای خوب دادید، سوالای مهم هم هستند. من فکر نمیکنم که حادثه‌های افغانستان به ادامه مبارزه ما ضرر جدی برساند یا اصلا حادثه‌ای که در افغانستان میگذرد به ما نه ضرر دارد نه فایده. منظورم فقط به مبارزه، ولی تا حدی میتواند تاثیر برساند. برای مثال هر چقدر که در افغانستان وضعیت بدتر شود و این افراطگرایی و این خشونت بالا برود، به خصوص از طرف نیروهایی که رویکرد دینی دارند، اسلامی هستند یا نام اسلام را استفاده میبرند، همون قدر حکومت‌های دیکتاتوری منطقه ما از آن جمله در تاجیکستان و طرفدارانش از این وضعیت افغانستان سوء استفاده میکنند و پیش از همه سوء استفاده تبلیغاتی و همیشه مردم را از افغانستان میترسانند که ببینید اگر شما تحمل نکنید و صبر نکنید، آینده میتواند مثلا حزب نهضت یا پیمان یا هر گروه دیگر سر قدرت بیاد، تاجیکستان را به افغانستان دیوم تبدیل میکند. مگر شما جنگ میخواهید؟ مگر شما مثل طالبان میخواهید که به زنها مجبوری روسری میپوشاند و
مردم را شلاق میزنند و مثل اینها. و این نوع سوء استفاده تبلیغاتی همیشه بود و در آینده هم بیشتر خواهد شد اگر در افغانستان این وضعیتی بی‌سامانی ادامه پیدا کند و بخصوص این خشونت و پامال کردن حقوق انسان ها از طرف نیروهای مسلح و باز تکرار میکنم کسانی که ظاهرا چهره دینی دارند با ریش و سله و با ظاهر اسلامی برآمد میکنن، این خیلی البته ضربه میزند. اما امیدواریم که مردم تاجیک روز به روز آگاهی بیشتر پیدا کرده ایستاده است، میدانند که فرق زیاد بین نیروهای مبارزی تاجیکستان و کشورهای دیگر هست، دیگر به این تبلیغات های دروغین داده نخواهند شد. و من نظرم این است در مجموع که باید مبارزین تاجیک به هیچ کس تکیه نکنند، به هیچ کس نگاه نکنند در افغانستان چی میگذرد، در روسیه چی میگذرد. ما باید تمرکز بالای کشور خودمان و مبارزه خودمان کنیم و واقعا همچون یک الگو، همچون نمونه بعداً اثبات کنیم که می توانسته است ملت تاجیک دیکتاتور را برهم بزند، یک حکومت دموکراتی ملی را سر قدرت بیارد که در اون همه نیروهای دینی، نیروهای سکولار، دنیوی، حتی کمونیست ها و غیر دینی هم می توانند در پهلوی هم در یک وطن و در یک جامعه آباد با هم زندگی کنند. خب درباره تاجیکان افغانستان پرسیده. ببینید دوستی عزیزم، تاجیکان افغانستان مثل همه قوم های دیگر افغانستان، مثل برادران پشتو، هزاره، ازبک، ترکمن و قوم های دیگر خرد، اینا ساکن های کامل حقوق و از مردم بومی افغانستان هستند و همون حق را دارند که دیگر ملت ها دارند، نه کمتر و نه بیشتر. و خود برادران تاجیک افغانستانی، من امروزها خیلی پیگیری میکنم بعد از این حادثه‌ای که شد، نفران کلیدیشان را، چه استاد محمد عطا نور باشد، چه امرالله صالح، دکتر عبدالله، برادر صلاح الدین ربانی، عبداللطیف پدرام، همه دوستان، اسماعیل خان قماندان و اینا از وقتی که صحبت میکنن، مسئله گذاری میکنن، درست است که پنهان نمیکنن که تاجیکن و فخر هم میکنن، همونطور که یک پشتون افغانستانی فخر میکنه با پشتون بودنش، اما همچون یک شهروند، همچون یک نفری که دلش به ملت و به کشورش میسوزد و حق داره در اون کشور صحبت میکنن و این واقعا باعث فخر و باعث ستایش هم هست و موقع خیلی هم جسورانه ملی دارن و من مطمئنم که اون اتحادی که بین پیش از همه تاجیکان و بعدا مبارزین دیگر قوم ملت های ازبک و پشتون شکل میگیرد برای دفاع از افغانستان، برای دفاع از ثبات در افغانستان، این حتما نتیجه خواهد داد و من زیاد نگران درباره آینده تاجیکان افغانستان نیستم. چرا؟ برای آنکه باور دارم، مطمئنم که تاجیکان افغانستان اون قدرت و صلاحیت را دارند که از خودشون دفاع کنن، از وطنشون دفاع کنن و واقعا هم این مبارزه را ادامه بدهند. بعد یادمون نرود شما گفتید که طالبان اکثرا یا قریب گفتید همش پشتون هستن، نه، اکثرا شاید پشتون هستن، اما در بین طالبان نمایندگان قوم‌های دیگر هم از مثل تاجیک و ازبک و حتی من چند نفر رو شاید برای تبلیغات باشد شنیدم که حتی هزاره هم یگان نفر در بینشون گویا هست. بنابر همین نباید که این پدیده ها را قومی کرد و گفت که همه طالبان پشتون هستند و همه کسانی که زیر طالب تاجیک یا ازبک هستند. نه، این طور هم نیست. اما واقعا امروز تاجیکان افغانستان در پهلوی حکومت مرکزی افغانستان و با دیگر قوم ها دارن در صف اول مبارزه برای افغانستان می جنگند، مبارزه می برند که واقعا باعث فخر و ستایش است. خب برادر صابر اگر باشند در خط. بله بفرمایید. بله سلام علیکم آقای کبیری. و علیکم السلام. خب اولتر از همه از شما تشکر میکنم که در برنامه قبلی از پیشنهاد ما استقبال کردین و یا حداقل عدالت در نظر گرفتین، ممنون پسوندها را در نظر گرفتین. اول از شما تشکر میکنم.
دومی که در قسمت فشار روی خانواده افراد سیاسی میخواستم یک چیز خدمت شما عرض کنم به حیث یک بیننده که در خارج برنامه مخالفین میبینم. در برنامه هایی که اجرا میشه همیشه یک تعداد افراد دشنام میتن به رهبری تاجیکستان و یا کسان دیگه. به نظر شما اگر یک نفر در تاجیکستان طرفدار دولت باشه و یا رهبرای سیاسی، آیا خود از این دشنام هایی که از این طرف صورت میگیره تاثیر نداره بر کسایی که اونجا هستن؟ در حقیقت یک جفا به کسایی میشه که اونجا هستن و طرفداری میکنن از مخالفین. به نظر من اگر همین دو دشنام که البته در برنامه شما نیست، من اقرار میکنم، نباشه خیلی خوبتر است، چون کسانی که اونجا هستن هیچ موقع ما این انتظار باید نداشته باشیم که یک برخورد عادلانه با مخالفین صورت بگیره در صورتی که اینجا دشنام داده باشه. مسئله دیگه میخواستم که را خدمتتون عرض کنم، همه کسانی که در دنیا انقلاب کردن یا بیشترشان بگوییم یک ایده خوب داشتن و میخواستن مردم خود آرام بکنن، ولی 90% شکست خوردن. به طور مثال عراق، سوریه، لیبی، ایران و حتی خمینی قبل از اینکه به قدرت بیاد گفت ما بیایم آب و برق مفت میکنیم برای شما، ولی او چیز نشد. حالا چه چیز آقای کبیری را به این تصمیم رسانده که موفقیت خود در 90% ناکاما ببینه، در حالی که برخلافش در جهان ثابت شد. مسئله دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، وقتی حکومت تغییر نماید، آیا تعیین کننده حکومت شما هستین یا مردم؟ به طور مثال در 4 انتخاباتی که در افغانستان شد، در هر 4 انتخابات کرزی و غنی در مقابل عبدالله باختن، ولی حکومت در جای شما. و یک نظر خود در آخر میخوایم بگویم که در قسمت طالبان و حکومت تاجیکستان شما اظهار نظر کردین، ولی از نظر ما اگر یک طرف دیگه مسئله را ببینیم میتونیم هم اینطور قضاوت کنیم که آمریکا بهترین دموکراسی دنیاست، اما چند سال قبل بالا $1 میلیون جایزه گذاشت، در لیست سازمان سیاه آمد، ولی امروز 600,000 افغانی مصرفش را میته، یک جا با دولت افغانستان در کابل با صلح و صفا زندگی میکنن. میتونیم این را هم بررسی بکنیم که تمام حکومت ها نظر به شرایط تصمیم میگیرن و برای خیر و صلاح مردمشون تصمیم میگیرن. اگر ما یک طرف مسئله را بگیریم، طرف دیگه مسئله را بگیریم، میبینیم که تمام کشورها در زمان مختلف به نفع کشورشان تصمیم میگیرن. تشکر، وقتتان زیاد نمیگیرم. آقای کبیری که مرا وقت دادین، با شما سلامت باشید برادر عزیز. صابر واقعا خوش می‌آمد وقتی که در موضوعی که به افغانستان ربط دارد دوستانی از افغانستان هم شرکت کنن، نظرشون رو بتن و خیلی این بحث ما را یک مقدار به واقعیت ها نزدیکتر میکند، چون گاه میشد شاید که ما در صحبتامون یک طرفه صحبت میکنیم و بالاخره ما شهروند تاجیکستان هستیم، هر چقدر پیگیری هم نکنیم وضعیت افغانستان رو، یقینا که بهتر از شما نمیدونیم وضعیت افغانستان رو. چرا؟ شما چون افغانستان وطنتون است، کشورتون است، درد و غمتون هست و طبیعی هم هست وقتی که شما نظر میتید باید برای ما نظر شما اولاتر باشد، حتی از نظر خودمون هم. چرا؟ چون شما اهل اون دیار هستید. امیدوارم که همین نگاه هم نسبت تاجیکستان در شما باشد که وقتی که ما درباره کشور خودمون تاجیکستان نظر میتیم، حالا چه طرفدار امام علی رحمان باشیم چه مخالف، شما هم حداقل با همین نظر مناسبت کنید که حالا ما دلمون به تاجیکستان از شما بیشتر میسوزد، به ملتمون بیشتر میسوزد و از جزئیاتی مسائل بیشتر آگاهیم. چون بعضا صحبتایی که میشد بین ما رد و بدل میشد احساس میکنیم که یک مقدار شما از واقعیت‌های ریز کشور یا در جریان نیستید یا اونها را میخواید به یک شکل دیگر توجیه کنید با آوردن مثال‌ها از افغانستان و عراق و در هر گوشه دنیا که یک مشکلی هست، اینا دلیل میشن برای آنکه جنایت‌های در تاجیکستان رخ داده توجیه بشن. شما در این صحبت خودتان در اول صحبتتان یک اشاره کردید و ضمناً اعتراف هم کردید برادر صابر که پس در تاجیکستان وضعیت اون حد بد هست که اگر یک نفر در بیرون
حرف میزند بالای خانوادهش اونجا فشار میارن، شکنجه میشود. و یک پیشنهاد خوبی کردید که آیا خوب نمیشود که کسانی که در اینجا داشتنامه نویسن و تحقیر میکنن در این شبکه ها، حالا حکومت رو، مقامات رو یا شخص امام علی رحمان رو این کار رو نکنن. چرا؟ برای آنکه بعد وضع خانواده‌هاشون در اونجا بد میشه. در این پیشنهاد شما دو تا مسئله است. یکی خیلی پیشنهاد خوب کردید، من کاملا با شما راضی هستم و تشکر که گفتید که در این آنلاین ما در صحبت‌های ما نیست یا کمتر هست. من همیشه دعوت کردم از همه دوستان، چه طرفداران امام علی رحمان چه طرفدارای ما، که از تحقیر و خشونت و از اینا خودداری کنن. حالا شما اگر ببینید در این صحبتایی که بعضا دوستا با من نشون میدن چقدر طرفدارای امام علی رحمان مرا تحقیر و دشنام میکنن. حالا این حرفای خائن و تروریست اینا حرفای برای اینا عادی هست. اینا با زن و مادر و با هر چیزی که در زبانشون میاد میگن، ولی عجیبش این است که باز تکرار میکنم، من شدیداً مخالفم و اصلا کسی که امام علی رحمان یا طرفدار امام علی رحمان را تحقیر میکنه، دشنام میکنه، اصلا طرفدار من نیست، دشمنی من است. نظری کلی من این است برادر صابر. اما من از دوستان مثل شما کمتر گله دارم که تنها یک طرف رو میبینن. حالا اگر 50% قضیه این طرفدارای به اصطلاح بی‌ادبی ما باشد، 50% قضیه اون طرفدارای رحمانند. بعد یادمون نرود که اگر از طرف ما اون کسانی که این کارهای بد را میکنن برخلاف خواسته ما میکنن، برخلاف دستور و خواهش‌های ما میکنن، طرف دیگر خیلی هم منظم و خیلی هم هدفمندانه کار را میکنند و برای این کار پول هم دریافت میکنن. گروه‌های هستن که با کامپیوتر تامینن. ما حتی میدونیم که در کجا، در کدام بیناها در دوشنبه مستقر هستند. با اینا استادا جدا میشد از فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان چگونه بنویسند، کدام مسئله را مطرح کنند، چگونه دشنام بتن و اینا حقوق میگیرند و منظم هستند. فرق همین است که یک گروه از به اصطلاح طرفداران ما خودسرانه این کار را انجام میدن، در اون طرف یک گروه خودسرانه هستند، من این را قبول دارم که خودسر هستند، اما یک گروه دیگر منظم هستند که اگر شما هم که مثل که طرفدار امام علی رحمان هستید از اون گروه ها پشتیبانی میکنید، یک توصیه به اون طرف هم بکنید که در آینده این کارها رو نکنن. قدم به قدم یک فرهنگ سیاسی شکل میگیرد که یک نفر علیه کبیری است، یک نفر علیه امام علی رحمان است، بگذار حرفش رو بگید و چی ضرورت دارد که باید تحقیر کنه، دشنام کنند. اما مسئله که شما تاکید کردید، اعتراف هم در داخلش داشت که یعنی وقتی ما میگیم حکومت امام علی رحمان یک حکومت دیکتاتوری ظالم است که برای صحبت‌های من خانواده مرا در دوشنبه اذیت میکنن. برادری مرا دیروز خبر آمد که باز همون مادر کلینی ما را، یعنی همسر فرزندم که در اینجا آمد آلمان، مادرش را هر روز اذیت میکنم که یعنی دعوت کن که دخترش باید از نزد شوهر و فرزنداش بر بگردد به تاجیکستان. یعنی این منطق در کجا هست؟ پس شما اعتراف کردید که این شکنجه هست و که حالا دلتون با می سوزد و دعوت میکنید این کار باید که نشود، که واقعا پیشنهاد خوبی هم هست. اما ببینید دوستی عزیزم، مسئله دیگر که اون 90% انقلاب ها شکست خوردن، شاید 90 شاید 60 شاید 70، ولی بله اکثر انقلاب ها یا شکست خوردن یا بعد پیروزی هم کار درستی رو برای ملتشون نکردن. منم شخصا به همین نظر موافقم و سالهای طولانی در تاجیکستان وقتی که بودیم همیشه دعوت میکردیم، میگفتیم ما زیر انقلاب هستیم، بلکه این باید اصلاحات تدریجی با راههای مصالحت آمیز و قدم به قدم انجام بگیرد. و هنوزم برای این نظر موافقم، هنوزم به این نظر هستم که اگر این اصلاحات و تغییرات پیشرفت با راههای مصالحت آمیز با شرکت خود حکومت انجام شود خیلی خوب است. دیگر نیاز نه به انقلاب میموند نه به خیزش مردمی میموند. اما در صورتی که دیگر خود حکومت ها، برای مثال در تاجیکستان ما وقتی که امام علی رحمان یا حکومتش میاد تمام این درها را میبندد، اصلا شما دیگر نه از راه انتخابات، نه از راه رفراندوم، نه از راه پیشنهاد، فعالیت احزاب سیاسی چه دینی چه غیر دینی، همه منظورم اپوزیسیونی ممنوع. خب 4 حزب کیسگی خودشون ساختن
و برای نمایش دادن که در ما بسیار حزبی هست، این دیگر به درکی نمیخورد. وقتی این راه ها بسته میشد، سوال من این است که یک ملت چیکار باید کند؟ فقط به خاطر آن که در یک عراق و صومالی و افغانستان انقلاب یا خیزش مردمی نتیجه نداد یا نتیجه بد داد، ما ملت تاجیک باید همین بدی رو، همین جنایت رو تحمل کنیم سالهای طولانی؟ شما بیاید بگید بر امام رحمان که خب دوستی عزیز، ما طرفدار شما هستیم، اگر چه شهروندی افغانستان هستیم، کار رو به این حد نرسانید. این زندانیای سیاسیتون رو آزاد کنید، یک نفر منتقی خود رو زندانی نکن. کبیری چی کار کرده بود در داخل کشور؟ عضو پارلمان بود، رهبر یک حزب بود، دعوت میکرد که گفت و شنید شود، مکالمه شود، مصالحه باشد. خب مالکیتش رو مصادره کردید، حزب رو بستید، دوستاش زندانی کردید، افراد رو زندانی کردید، دیگر چیکار کند؟ امروز وقتی که من میبینم که تمام راه ها بسته است، تنها من نه، اتفاقا دوستی عزیز، یکی از انتقادهای شدیدی که علیه من از طرف گروه های دیگر و مبارزین هست، همین که من همیشه دعوت میکردم که انقلاب راه یگانه نیست، باید راه های گفتگو و مکالمه رو جستجو کرد. هنوز هم مکالمه رو بهترین راه میدونم که دیگر نیاز به یک انقلاب و خیزش مردمی نیست. اما وقتی که اون طرف همه راه ها رو بسته است، همه درها رو بسته است، شما سوال میدید که چرا کبیری 90% رو مونده است و دنبال 10% میره؟ چون که رحمانوف همون 10% رو در اختیار کبیری باقی گذاشت. حکومت همون 10% رو در اختیار ملت باقی گذاشته است. 90% راه رو بسته است. شما حالا میگید که چرا کبیری باید دست به این کار بزند؟ کبیری اصلا دیگر چی کار باید بکند؟ کبیری باید در آلمان، در اروپا بشیند، خاموش، امام علی رحمان با زن و بچه و خانوادهش پول مردم رو بدزدد، حاکمیت رو به فرزندش بدهد، کشور من، ملت من روز به روز، سال به سال از اون جایگاهش به پایینتر برود. الان نرخ‌ها به کجا رسیدن؟ کرونا ویروس در کشور دارد داد میزند و امام علی رحمان دنبال جشن و جشنواره و رقص و بازیش است. مردم مهاجرم 2 میلیون، نزدیک 2 میلیون جوانان ما از 4 میلیون آوازدهنده انتخاب کننده در خارج هستند. اگر شما افغانستانی از جنگ فرار کردید، از کشته شدن در حالت جنگ، در تاجیکستان که جنگ نیست، مردم از ظلم و از فساد و از ناعلاجی از تاجیکستان فرار کردند، وگرنه کسی خارج نمی آمد. بنابراین همین دوستی عزیز، این توصیه خوبتونه ما قبول داریم و قبول میکنیم و خودتون هم گفتید که من خودم رو اصلاح کردم از اون صحبت تا این صحبت و واقعا هم دنبال اصلاح خود هستیم و کاش همون امام علی رحمان که شما طرفدارش هستید خودش رو اصلاح میکرد. حالا توصیه مرا، توصیه شما رو میگرفت، توصیه سازمان های بین المللی رو میگرفت. بعد نکته که شما گفتید که تمام حکومت ها در فکر ملت و مردمشان هستند، پس شما جزء افراد هستید که در طول تاریخ اینا رو میگن حکومت پرست. حالا فرق نداره چی از دیدگاه ایدئولوژیک چی از دیدگاه اعتقادی، یک برخی از افراد همیشه با حکومت ها بودن، چون حکومت ظالم است چی حکومتی خوب هست. در زمان خودش هم هیتلر طرفدار داشت و همیشه عملهای هیتلر از طرف یک عده از مردم همچون کارهایی که به نفع ملت است پشتیبانی می‌یافت. چنگیز هم امیر است. شما پس قبول دارید که این آقای حمید کرزی و اشرف غنی و هر کسی که در افغانستان حکومت کرده و میکنه، پس اینا در فکر مردم و ملتش هستند و درست هم میکنند. و شما گفتید که 4 انتخابات افغانستان تقلبی بود، دکتر عبدالله پیروز شد ولی حمید کرزی یا اینکه اشرف غنی باقی ماند. پس این تقلب انتخابات ها و دزدیدن رأی مردم افغانستان از نگاه شما دلیل دارد و کار خوبی هم هست. چرا؟ اونی که تقلب کرد به خاطر ملت و دولتش کرد. اگر شما به این دیدگاه هستید، پس رحمانوف هم از نگاه شما، معذرت میخوام امام علی رحمان چون حالا دیگر بداهتا رفت، پس کاراش درست است. حالا هر دیکتاتوری که در دنیا هست کارهای او درست است و خوب رفتار میکند. من شخصا با این دیدگاه موافق نیستم. من فکر میکنم که همون گونه که انسانهای فاسد هستند و صالح هستند،
حکومت‌های فاسد و حکومت‌های صالح هم هستند. حکومت صالح باید که در مدت زمان قانونی مدیریتش بیستد، اما حکومت ظالم و فاسد حق ندارد حتی برای 4 سال 5 سال هم اگر انتخاب شده باشد یک روز بیشتر بیستد، باید که از طرف افراد صالح عوض شود. این نظر شخصی من است، شما میتوانید به این راضی نباشید دوستی عزیز. خب یک نفر دیگر رو داریم با نام عبدول. بفرمایید برادر عبدول، نوبت به شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. استاد، اولا شما را بعد اهل بیت شما را بر فارسی عید قربان تبریک تهنیت گفته الله شما را حفظ کند، در پناهش نگه دارد و در راه مبارزه در راه حق شما را استوار گرداند و موفق گرداند. سلامت باشید. جمله مردم مهاجر، مردم تاجیکستان مظلوم جوابیده را به فارسی عید قربان تبریک میگویم و از الله سبحانه و تعالی خواهانم که از این مصیبت ها، از این آفات های بالای زمینی نگه دارد و تیسته در جمهوری ما صلح و تنجی امنیت برپا شود تا که مردم در یک زندگی خوب قرار داشته باشند. و میخواهم یک چیز را فهمم که من بسیار برنامه شما را پیگیری میکنم، آیا صدر محمد اقبال، آیا حسین اشرف راستی گپ، من در یک مسئله بسیار دشواری میکشم، مسئله انقلاب کی برپا می شود و چه کردن در کار که همین انقلاب تیزتر برپا شود. یعنی که یگان نشانه های همین هر یک کار خیر، هر یک کار بدی که بیاید اول نشانه هاش هست. یکی من میخواهم در همین کار همین راه حق، در راه من میدونم که انشاءالله حق همه وقت پیروز می شود. من خواهش دارم از الله، از شما که کمتر باشد روشنی اندازه آیا یگان نشانه های انقلاب هست یا نیست تا که دل من آرام شود. سلامت باشه برادر عزیز. من صدای شما را خاموش کنم. بعد ببینید دوستی عزیزم، درباره انقلاب من چندین بار نظرم را گفتم، دیگر برادرانم نظرشون را گفتن. اصولا من شخصا خودم انقلاب را راه حل یگانه و حتمی نمیدونم. در این صحبت قبلی با این برادرم گفتم که انقلاب در حالت رخ میزند که دیگر تمام راه و وسیله
دوستو. صدا هست؟ اگر دوستان بله صدا هست. سلامت باشه. خب دیگه در اول صحبت گفتم که ما این فرمت تازه خودمون شروع کردیم، بعضی مشکلات تکنیکی میشه، معذرت میخوایم از همه برادرها و دوستان. خب در موضوع انقلاب صحبت داشتیم. دوستی عزیز، من اصولا گفتم که انقلاب وقتی که رخ میزند که دیگر همه راه ها بسته می شود و حکومت یا مقامات به مردم دیگر امکانیت از راه ها و وسیله های دیگری تغییر وضعیت را نمیدهند. لنین در کدام کتابش یک حرفی بسیار جالب داره در موضوع انقلاب که بیشتر از 100 سال پیش نوشته بود، هنوز قبل از انقلاب بلشویکی. حالا من کوشش میکنم از زبان روسی ترجمه کنم. میگفت که انقلاب وقتی رخ میدهد، یعنی предреволюционная ситуация возникает тогда, когда верх не могут управлять по-прежнему, а низы не хотят жить по-старому. یعنی انقلاب وقتی رخ میدهد که حاکمیت مثل پیشینه دیگر اداره کردن نمیتواند جامعه را و مردم دیگر مثل پیشینه زندگی کردن نمیخواهند. این میشود حالت پیش از انقلابی. ما حالا ببینیم که این فرمولا در تاجیکستان ما درست میگیرد یا نه. حکومت تاجیکستان 5-6 سال پیش با بهانه اون حادثه سپتامبر 4 سپتامبر 2015 مردم را سرکوب کرد، تمام رسانه ها را، احزاب را و تمام کنترل را زیر نظر گرفت و فکر کرد که با همین راه میتواند دیگر برای 10 ساله ها حاکمیت خودش را مستحکم کرده است و هیچ تغییرات در اسلوب اداره کشور وارد نکرد. برعکس روز به روز سخت‌تر کرد، محدودیت ها را بیشتر کرد، زندگی مردم را دشوارتر کرد. مردم هم در اول به این عادت کردند، اما آهسته آهسته وضعیت تغییر کرده ایستاده است و دیگر قشرهای گوناگون جامعه بخصوص جوانها راضی نیستند که مثل پیشینه زندگی کنند، در هجرت، در حالت غلامی، در حالت محرومیت. و این حالت انا همون پیش از انقلابی آهسته آهسته پخته رسیده است. شما پرسیدید که من به شما یک روشنی اندازم که یا امید هست یا نیست. برادری عزیز، ما باید تمام تلاش را کنیم که کار به انقلاب نرسد، اما وضعیت کشور ما را تغییر بدهیم. من شخصا تا امروز به همین فکر فعالیت کردم، اما بعد دیدم که اصلا حکومت هیچ امکانیت را برای نیروها، برای مردم، برای دیگرگونی نمیدهد. دیگر گفتم که خب پس خود حکومت گناهکار است که مردم دست به انقلاب میزنند. چرا ما همیشه از انقلاب پرهیز کنیم در صورتی که دیگر راه وجود ندارد و باید که دیگر در فکر انقلاب شد، اما انقلابی که با کمترین ضرر به جامعه، به ملت، به مردم انجام می شود. بله در تاریخ انقلابایی بودن که خیلی نتیجهاش بد بود برای ملت ها، در زمان معاصر هم همین. اما ملت تاجیک یک ملت آگاه است، ملت بیدار است. ما تجربه جنگ شهروندی را داریم. انشاءالله که دیگر نه یگان نیروی سیاسی نه خود ملت اجازت نمیدهد که در صورت خیزش مردم یا انقلاب کنترل از دست برود و خدای نکرده یگان حالتهای بد با وجود بیاد. بنابر همین من شخصا انقلاب را راهی از همه آخر، انتخابی از همه آخر و از ناعلاجی میدانم. اگر تا انقلاب با کدام راه دیگر، با راههای مصالحت آمیز، گفتگو، مکالمه و روش‌های دیگر اگر شود وضعیت را تغییر داده و کشور را از این حالت بنبست بیرون کنیم، انیق است که شخصا من انقلاب را انتخاب نخواهم کرد. اما باز تکرار میکنم دیگر الان در همین شب و روز در پیشاروی ملت جز از انقلاب متاسفانه دیگر یگان راه دیگر نمونده است. اگر 5 سال پیش مرا میپرسیدن که ملت آیا به انقلاب آماده هست یا نه، من میگفتم نه. الان امروز اگر مرا بپرسید من میگم که ملت آهسته آهسته دارد به انقلاب آماده میشود. بله بفرمایید. یک خواهش دیگه داشتم. خواهش از جناب الله
از اعلای متحال بسیار ارتجاع دارم که شما را در سر حکومت همچون پرزیدنت بینم و خواهش دارم که از نزدیک با شما یعنی که همسلام هم صحبت شوم. من هم چرا آشکار نمیکنم که در یادتان گیرید که من یک جوانی کوهستانی هستم، هم ملخ دعاگو هستم و خواهش دارم که شما در سر حکومت همچون پرزیدنت بینم و آرزو دارم از الله، خواهش التجا دارم که از نزدیک با شما هم صحبت شوم. سلامت باشی برادر عزیز. من هم آرزو دارم که با شما هم صحبت شوم ببینم. مهم نیست که همچون پرزیدنت همچون هر کی باشم، میخوام همچون یک انسان عادی با هم بشینیم صحبت کنیم و در اطراف سیاست دیگر کمتر گپ زنیم. خدا کند با اون روز برسیم که ما در اطراف زندگی، در اطراف علم، دانش، آینده کشور، تربیت فرزندان صحبت کنیم، نه در اطراف سیاست. ولی امروز مجبوریم که خود حکومت ملت رو مجبور کرده است که دیگر در اطراف سیاست صحبت کنیم. خداوند نگهبانتون باشد تا دیدار در وطن انشاءالله. انشاءالله در امان نامه باشد. خدا نگهبانتون. یک نفر با نام ملا حیدر رو وارد کنیم صحبت کنیم، بعد با چند سوال خطی هم بگذاریم. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم برادر عزیز. و علیکم السلام. السلام علیکم. امیدوارم خوب هستیم، همه صحب سلامتی خوب. تشکر برادر عزیز. من یک سوال داشتم درباره پولاکی کردن راه دوشنبه بختر. در اینجا وزیر گپ زد و گفت طول معلوم نیست و فکر من که وزیر رو یگان گلس هم ندارن، چی ندارن، همه در دستی همین اولاد است و او خیلی که خواندم خیلی میشود. سلامت باشه برادر عزیز. برادر من فکر میکنم که این خبر در رسانه دادن برای سنجیدن رأی مردم بود، نظر مردم که مردم چگونه واکنش میکند و اگر مردم اینا هضم کند و آرام قبول کند، شک نیست که راه دوشنبه باختر هم پولاکی میکنند، راه دوشنبه رشت هم پولاکی میکنند، همه راه تاجیکستان رو پولاکی میکنند. همون خیلی که راه دوشنبه چنوق یا خوجند رو پولاکی کردن، یک سر و صداها کمتر شد و دیگر ملت این را هضم کرد. خب با خلاصه آمدن که پس میشد است چرا دیگر راه ها را پولاکی نکنیم. حالا راه دوشنبه خوجند در اختیار یک فرزند هست. خب خانواده هم که خدا دیگه ماشاءالله خدا صرفشون زیاد کند، از لحاظ همچون انسان میگم خیلی زیادن. به هر فرزند، به هر دختر و به هر پسر و به هر نبیره باید یک راه تقسیم کنند به یکیش. حالا که همش یک بانک گرفت، پیشتر فقط یک آریان بانک بود، حالا دیگر همه بانک های تاجیکستان رو یک تایی خانواده گرفتن و دیگر بانکی که بیرون از خانواده باشد نیست. حالا راه ها رو هم تقسیم میکنن یک به یک. بعد پشت مثال دیگر ممکن که ناحیه ها، ولایت ها تقسیم میشود. من نظرم این است که باید ملت واکنش نشان بدهد و اجازت ندهد که این راه دوشنبه باختر پولاکی شود و حتی فشار را باید بیشتر کنیم که راه دوشنبه خوجند هم از این باز برگردد به همون حالت بیپول بودن، همون خیلی که طول قریب 100 سال از زمان شوروی که ساخته شده بود بیپول بود. نظری من همین است برادر. درباره سوال درباره بانک ایمان اینترنشنال، این بانکانی گفتستن که چقدر میلیون دلار ها رو به خارجه برده است. این بانکانی ایبان میبرن، شخصی میکنن این. این بانک نبود. اگر سالهای آخر بانک نشده باشد، ایمان اینترنشنال یک مؤسسه قرضدهی بود که استاتوسش از استاتوس بانک فرق میکرد، ولی شاید بانک شده بود سالهای آخر، من خبر دیگر ندارم. بله احتمال دارد که اگر بانک شده باشد و گردش مالش کلان شده باشد، حالا با یک بهانه، با یک وسیله اونم میبندن یا میگیرن یا یک کارش میکنن دیگر. همین است دیگر.
خب دوستی عزیز، اگر تمام شده باشد شما را خداحافظی کنیم و یک دو سوال دیگر رو من اینجا جواب تیم خطی، بعد برمیگردیم به استودیو. سلامت باشه برادر. خب یک سوال اینجا وارد شده است. قبول دارد که بعضی از مخالفین این نازیکای سیاست را نه تنها درک نمیکنند بلکه در مسائل داخلی بعضی کشورهای همسایه دخالت میکنند و به حکومت لقمه میدهند. قبول دارد چنین کمبودی ها را دارد مخالفین؟ بله، من قبول دارم چنین کمبودی ها را نه تنها مخالفین بلکه همه دارند و حالا دخالت کردن یک انسان نمیتواند دخالت کند، یک کشور، یک حزب، یک گروه میتواند دخالت کند، اما یک انسان میتواند نظر بدهد و این نظر دادش همونطوری که گفتید شما لقمه میدهد یا بهانه میدهد برای تبلیغاتی سوء استفاده تبلیغاتی علیه اپوزیسیا مخالفین که ببینید اگر اپوزیسیا همین باشد پس آینده تاجیکستان رو چی انتظار هست؟ بنابراین من موافقم و دعوت میکنم از همه دوستان، کسانی که خود را مخالف میدونن، طرفدار ما میدونن، خیلی در نظر دادن ها احتیاط کنن نسبت همسایه کشورها، حادثه‌ای که در اونجا میگذرد و این را باید درک کنن که هر نظرشان، هر فکرشان میتواند تاثیر منفی یا مثبت به مبارزین در مجموع برساند. خب یک نفر سوال داده است، طالبان در دوشنبه دفتر دارند و بعضی مجروحینش آنجا توبت میشود، نظری پیمان ملی نسبتی طالبان چیست؟ من علاقه نظرم رو برادر عزیز گفتم، دیگر تکرار کردن شرط نیست. یک نفر دیگر سوال داده است، حکومت عاید شعر ادوکات عبدالمجید رضایف که پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، گفته است که این شعر افراطگرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی است. آیا واقعا چنین است؟ نه تنها این شعر برادری عزیز و نه تنها رضایف، تمام ادبیات کلاسیکی ما برای حکومت امروزه تاجیکستان عقیده افراطگرایی و تندگرایی است، اکستریمیستی است. ابن سینا هم عقیده هایش، سعدی هم، حافظ هم. حالا نمیدونم این شعر از کی است که پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر. من خواندم در گزارش که برای همین تشخیص دادن که این یعنی افراطگرایی است. حتی همین رضایف در کدام کجای نوشته بوده است که من از چند نفر پرسیدم، 20 نفر یا 25% گفتن شرکت کردیم، 70 و چند درصد گفتن شرکت نکردیم. این رو هم اکستریمیستی و تروریستی خواندن. در تاجیکستان اصلا حقیقت را گفتن، حقیقت زیستن، انسان با شرف و انسان با کرامت بودن و دعوای این را کردن که من یک انسان آزاد هستم، میخوام طبق قانون زندگی کنم، علاقه اکستریمیسم و تروریسم محسوب می شود. و تعجب هم نباید کرد که رضایف را به دادگاه کشیدن. بزرگمهر یاروف را هم یک دو بیتی ابن سینا را قرائت کرد، او را هم 3 سال اضافه کردن به حکمش. و همین کسانی هم که در زندان ششتن، سید عمر حسینی و محمد علی حیات و داملا زبیدالله رازق، اینا یگان چیز از پیش خودشون نگفتن، اما حرف پیامبر را گفتن، یک حدیث پیامبر را گفتن، یک شعر حافظ را خواندن یا از کدام بزرگوار دیگر اقتباس کردن، گفتهای امام اعظم را گفتن. حکومت تاجیکستان در گفته‌های اینها یا در اقتباس‌های اینها، در فکر اندیش‌های اینها اکستریمیسم و تروریسم رو پیدا کرد، همونطوری که در این شعر پیدا کرد. همه ملت تاجیک در مجموع در نزد حکومت تاجیکستان به 2 گروه تقسیم میشوند. یک گروهی که گمانبر شده ها، اونایی که هنوز به کرسی جنایتی ننشستند، حالا در خانه‌شان تاجر است، صاحبکار است، حتی طرفدار خود امام علی رحمان هم باشد، اینا گمانبر شده هستند. پلیس و امنیت بالای اینها نظارت میکنن که یگان کمبودی رو پیدا کنن، اینها رو برن به زندان و چون نگاهشون این است که اینا حتما دیر یا زود این شهروند یگان جنایتی رو صادر میکند، یا در ذهنش یا در فکرش. یک گروه دیگر علاقه اکستریمیست و تروریست هم، اونایی که این شعرها رو به زبان آوردن، این فکرها رو گفتن، حدیث رو درس دادن، آیت رو درس دادن یا
حرف امام اعظم رو گفتن که امام اعظم درباره مسجد اینو میگه، درباره حجاب اینو میگه. برای همین برادر عزیز من جای دیگر تعجب ندارم از این. و حالا ما و شما هم که صحبت کرده ایستادیم، الکی این عملی اکستریمیستی است. شما در برآمد من لایک میمونید یا سوال میدید از نگاه حکومت، این الکی یک عملی اکستریمیستی و تروریستی است. در تمام دنیا این آزادی بیان نام دارد، این حق کنستیتوسیونی یک شهروند نام دارد، ولی در تاجیکستان دیگر قانون در اختیار همون امام علی رحمان است و پروکورور است و امنیت، دیگر هر چی خیلی که خواهند تفسیر میکنن. این بنده خدا را هم تفسیر کردن که همین شعر تروریستی است. پس چرا همون شاعر را پیدا نمیکنن و جنابگری نمیکشن؟ چرا پروکراتور تاجیکستان به جای که بزرگمهر یاروف را به دادگاه بکشد برای همون شعر، ابن سینا را به دادگاه نکشد و به کرسی جنایتکاری نشاند؟ بیاد ابن سینا را اعلام کنیم. خود همون بیچاره در همون زمانه گفت که خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کی نخر است کافرش میخوانند. یعنی در اون زمان خائن و تروریست گفتن هم کافر خواندن بود. هر کی خر نبود و فکر خریگری نداشت از زبان یا از طرف بعضی دایرهای ارتجاعی کافر میخوندن. امروز هر کی خر نیست و فکر خریگری ندارد خائنش میگن یا تروریست یا اکستریمیست. پس بهترش همون ابن سینا را اینا بیارن زندانی کنن، امام اعظم رو زندانی کنن. حالا اگر گفتم در یک صحبت دیگر اگر اون بزرگوارا زنده می بودن حتما جایشون کنج زندان امام علی رحمان بود. اما خوشا به حالشون که در زمان دیگر دیکتاتورها و ظالم‌های کمتر با انصافتر زندگی کردند. فردوسی در حق سلطان محمود غزنوی بعد یک غزل نوشت، فرار کرد. سلطان محمود آدم روان کرد پیداش نکرد، ولی در آخر کار باز با فردوسی هدیه فرستاد و بخشش پرسید، ولی وقتی که هدیه های سلطان محمود وارد حوله فردوسی شد که الکی فردوسی چند ساعت پیشتر جان داده بود. و این حالا طبق روایت ها همین است. حداقل اینقدر انصاف را داشتند. اما در زمان سلطان غزنوی معاصر حالا دیگر کنج زندان است و فراری است و کشتن است و دیگر این گونه بخشیدن و این گونه این اخلاق وجود ندارد متاسفانه. خب به این سوال ها دیگر جواب دادم. حالا برویم به یک نفر از دوشنبه خواهش کرده است. بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز. و علیکم سلام. و تمام کلی بینندگان و برادران مبارزه که در کدام ملت گوشه و کنار قرار دارند با اون تبریک تهنیت میگم عید عرفه رو. و منظورم این است که استاد عزیز یک دو سوال دارم پیشنهاد کنم اگر اجازت باشه با شما. بله بفرمایید. یک کمی کوتاه‌تر که وقت منم تمام شده استاد است. بله من سوالم کوتاه است اما را مقصد میتیم انا چیز وقتی که ما مبارزه را وقتی که ان شاء الله انقلاب کردیم وقتی که با منبری انا پرزیدنتی که بر اومدن ان شاء الله زبی هم منبری پرزیدنتی شما دارید وقتی که منبر پرزیدنتی را به دست بردوش امی مقصد خلق بردوش خود گرفتید میتونید که امروزه ملت رو تحت نظارت خود گیرید در حال سیتواسیی که مقصد قرار دارید قرار داریم ما. صداتون قطع شد برادر. الو. بله بله. من منظورم این است که استاد عزیز وقتی که حاج ما در سیتواسیی قرار داریم و ملت ما پراکنده است مقصد در عذاب است میتوانید که از حاضر در بر خود در تگ دست خود ملت ما رو قرار گیرید. امروزه جامعه قدر فساد شدگی است ان شاء الله تا مقصد روزی که انقلاب ما برقرار می شود تا همون روز مقصد همین روز میتونه تیمور مقصد کمی هم باشد سرجم درگیر خود کنه
که این ملت اینقدر فساد شدگی، اینقدر برحمیه که در حاضی وجود داره در داخل دوشنبه، اکثریت من میبینم اینقدر فسادی، اینقدر فحیشه خونه ها. وقتی که شما با مرتبه انشاءالله پرزیدنتی که رسیدید، در دوره که ما انقلاب که گرفتیم انشاءالله همه مقصد اونجا علیش میشه، مقصد چی دپوتات و چی کارگر امنیت کدامش باشه، باز همون دیسکتیکه هایی که فحیشه خونه هایی که هست باز دوام میتین یا که نه؟ همین دو سوال اگر که اجازت باشد جواب گوید کمتر کوتاه. سلامت باشه برادر عزیز. ببینید دوستی عزیز، چرا من ملت رو زیر نظارت بگیرم؟ چرا امام علی رحمان ملت رو زیر نظارت بگیرد؟ یک پرزیدنت دیگر ملت باید تحت نظارت قانون باشد، از آن جمله پرزیدنت هم. اگر منم پرزیدنت شدم، من هم باید تحت نظارت ملت و تحت نظارت پرزیدنت باشم. شاید منظور شما این بود که آیا این بستر و سامانی به قانونی از بین می رود، یگان کس این وضعیت رو تحت نظارت می گیرد یا نه؟ بله، پرزیدنت هر کشور طبق کنستیتوسیا مسئول است که این چند مسئولیت دارد. یکیش این تامین تمامیت ارضی کشور که امام علی رحمان این را تامین نکرد، کشور را تریتوری از دست داد. دیگر حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های انسان شهروند که خود امام علی رحمان با یکی از ویران کننده اساسی آزادی و حقوق شهروندان شده است، با جای آنکه طبق کنستیتوسیا حمایت کند. و وظیفه پرزیدنت است که باید اولش که خودش در اطاعت قانون باشد، بعد ملت را طرز مدیریت کند که ملت از قانون اطاعت کند، پیروی کند. دیگر در اون صورت هیچ ضرورت نمیشد که پرزیدنت بیاد یک مردم دیگر را نظارت کند و تحت کنترل بگیرد. این یک مسئله. مسئله دیگر برادر عزیز، چرا امروز ملت تاجیک کمبغل، صاحبکار، زنها، مادران، هر مشکلی که باشد همه با پرزیدنت، با پیشوای ملت گویا نامه می نویسند، مراجعت میکنند. وقتی که ملاقات های پرزیدنت میشه در منطقه، میبینید که یک کار افتاده، یک دانشجو، یک جوان میآید با پرزیدنت مراجعت میکند. برای چی خیلی است؟ در کدام کشوری معاصر و کشوری قانون محور این گونه می شود؟ این معنی را دارد که در تاجیکستان غیر از پرزیدنت یگان کسی دیگر مشکل مردم را حل کرده نمیتواند. معنی آن را دارد که مردم دیگر به قانون باور ندارد. وگرنه چی لازم است؟ یک شهروند برای مثال از ناحیه رشت، از ناحیه پنجکند، از کولاب، از هر جای دیگر، برای آنکه مشکلش حل شود باید به پرزیدنت حتما مراجعت کند. در ناحیه پروکورور هست، سود هست، امنیت هست، پلیس هست، رئیس ناحیه هست، قانون وجود دارد، کنستیتوسیا وجود دارد. همین شهروند از روی قانون مراجعت کند به سود، به پروکورور، به میلیسیا، به رئیس ناحیه. چرا مشکلش در اون سطح حل نمی شود که یک شهروند منتظر می شود که کی در دوام چند سال ملاقات با پرزیدنت می شود که آیا به اون ملاقات می افتد یا نه؟ من بعد فهمیدم، اون گزارش‌ها رو خوندم که اون نفرایی که سوال میتونن با پرزیدنت و مشکلاتشون رو گیا حل میکنه، اینا همش ساخته بوده است. یعنی دو نفر رو آماده میکنن تا اینکه از پرزیدنت یک چهره ایمیجی پرزیدنت مردمی و به درد مردم میرسیدگی بسازند و اینا رو تشکیل میکردن. اما وقتی که یک نفر در حضور پرزیدنت میخیزد مشکلش رو گپ میزند، پرزیدنت باید در همین جا جواب گیرد، نه سپارش بیاد که کاری رو حل کنید، بلکه بگید که این کار، این وظیفه پرزیدنت است، این وظیفه رئیس ناحیه است، وظیفه سود و پروکراتور هست. من پرزیدنت یک کشور نباید که این مسئله رو حل کنم، از روی قانون حق هم ندارم. اما پرزیدنت تاجیکستان منتظر می شود که یک نفر کارش به حدی برسد که بعد رو تشکیل کنن بیارن در تلویزیون نشان دهند که ببینید پرزیدنت غم مردم عادی رو میخورد. این همش بیانگر آن است که در تاجیکستان قانون عمل نمی کند. نهادهای دولتی، چند صد هزار مسئول دولتی که معاش میگیرن، اونها عمل نمی کنند، مسئولیت قانونی خود رو اجرا نمی کنند. فقط بیچاره یک نفر مانده است پرزیدنت که شب و روز در غم ملت است، گویا غم دهقان را میخورد، غم تاجر را میخورد، غم دانشجو را میخورد، از یتیم و از بیوزن را میخورد. دیگر همه این مسئولان دولتی مفتخور بیهوده یا کار میکردن.
این معنی را دارد که سیستم دولتداری فلج شده است. اگر ما که سر قدرت آمده من پرزیدنت باشم، من مسئولیت پرزیدنتی خود را انجام میدم. من چیکار دارم با یک بیچاره دهقان؟ اون را باید که رئیس جماعت کارش را حل کند، قانون باید حل کند و اون رئیس جماعت به جای اون دهقان، اون دانشجو، به جای آن که بیاد از پرزیدنت زاره و تولا کند، خواهش کند، باید پرزیدنت را به دادگاه بکشد که برای چی وزیری تو، رئیس ناحیه تو، رئیس ولایت تو مسئولیت خود را انجام نداده است که من مجبور شدم به این کار دست بزنم. و همین مسائلی که درباره شهر دوشنبه گفتید، فاحشه‌خانه و دیسکوتک، اولش که دوستی عزیز، زنی تاجیک برای چی مجبور می شود که با دست به فاحشگی بزند؟ اون فاحشه‌خانه ها برای چی عمل میکنن؟ شما اگر قانون شریعت رو عملی میکنید، شما بیاید سخت‌ترین قانون دنیا را در تاجیکستان تطبیق کردنی شوید، دست میبرید، نمیدونم گردن میزنید. اگر در کشور کمبغلی باشد، قشاقی باشد، در کشور فساد باشد، شما پیش رای فاحشگی رو گرفتن نمیتونید. اگر فاحشه‌خانه ها رو میبندید، اون مردم، اون زن مجبور میشود که با راه دیگر برای زنده ماندن، برای تامین فرزندش و خودش دست به همین جنایت بزند، به همین کار بد اخلاقی بزند در یک جای دیگر. مگر در جامعه هایی که قانون سخت است یا اینکه شریعت تطبیق می شود فاحشگی نیست؟ شاید که از تاجیکستان بیشتر باشد، پنهانی یا آشکار. اما در جایی که عدالت هست، در اون جایی که مردم کار میکنن، معاش خوب دارن، زنها، کودکها یک قوت لایموتی خود را پیدا میکنن، دیگر نیاز نیست که یک زنی مسلمان، یک زنی تاجیک دست به چنین جنایت بزند. خب دیسکوتک میگید، مگر حکومت بعدی بیاد باید که دیسکوتک ها را همشون منع کند؟ نه، اون کسی که دیسکوتک میرود باید که بره دیسکوتک، آزاد است دیگر، در تمام دنیا باید خوشگذرانی خودش را کند. اما دیسکوتک رو به جای مسجد، به جای مکتب، به جای مدرسه شمارش را زیاد کردن، این واقعا جنایت است. حکومت حق ندارد دیسکوتک بسازد، این را صاحب کار میسازد، یک نفر صاحب کار خصوصی میسازد. حکومت باید مکتب بسازد، ورزشگاه بسازد، راه بسازد، بیمارستان بسازد. اما مسجد را، اون کسی که دلش به مسجد میسوزد و میخواهد مسجد بسازد، میخواهد مسجد بسازد، چقدر دلش میخواهد مدرسه بسازد، اونه که مکتب میخواد مکتب بسازد، اونه که دلش دیسکوتک ها میخواد بره دیسکوتک. وقتی یک جامعه آزاد میخواهیم بسازیم، باید همه مردم در انتخابش آزادی داشته باشد. شاید بعد از دوستان باز بیاد بگن که کبیری باز گفت که در حکومت بعدی باید دیسکوتک ها آزاد باشد، پس شریعت چی میشد؟ پس اسلام چی میشد؟ بله برادری عزیز، در یک جامعه آزاد دیسکوتک هم هست، جای رقص و بازی مردم هم هست، البته نه به معنی که در اون دیسکوتک فحش و مواد مخدر و نارکوتیک نباشد. نه، اگر که مردم میروند شادی و خرسندی خود را میکنند، چه جوان چه پیر برود بکند، به شرطی که در اونجا عملهای ضد اخلاقی و جنایت صادر نشود. اونه که میخواد مسجد برود در همون وقت، چون ما داریم جوانایی که بیگاه است، میراد مسجد، میراد مدرسه، در یک محفل علمی، محفل شعر، در یک ورزش، یک نفر دیگر میخواد که برود رقص و بازی کند. اگر جامعه آزاد باشد، من مطمئن
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید دوستی عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام. صدای من هست؟ صداتون از ناومد. صداتون نبود. بفرمایید. من با شما گفتنیم که دیگه گناهگار ما خودمونیم. این روسای هم مثال دارنده میگن свой головные боли ты на чужой шее не ставь. گناهگار ما خودمونیم گناهگار. هیچ که دیگه گناهگار کردن در کار نیست که وای مثل گناهگار است. وای چه همین یک بار کیپش کن دیگر تمام کار حل میشد. نگاه کنندن وقتی در همین روسیه مسکو دا посольство میرفتیم قطعی گپ نمیزدن به پول. این خیلی یه پلینتوس قطعی گپ میزدن. حاضر راو نگاه که چه گپ میزدن. برای که کمتر خلق خیلی کیپش کرد уже چیاشون علیش کردن. خاراکترشون علیش کردن. با درباره چی شما گفتین؟ درباره کلوب گفتین. درباره چی گفتین؟ نه بگذار کلوب سازن. مایل همیشه هر یک رایون یک تا باید باشه کلوب. این بسیار بد نباشه. نه که دامو کلوب باید کنترل باشه. که 16 ساله توسین 18 ساله توسین 20 ساله نمونن دروی اوجا. بله درست است. نمونن اوجا در اومدن. و نیست ما را مچتامون محکمه با حرمت خدا میگم همین لبای دولتی ما کپیر گفتن گناهگار میشم کپیر گفتن گناهگار میشم برای که هر یک میلاد به خودش دین دارد به خودش دین دارد مثلا مثلا بود پرستا راو مثلا اینا خریستیانو راو مثلا اینا کاتولیکو راو مثلا اینا православные راو уджо راو мачтошно открыто любой دیهاشونده دارن مچی دارن میرن نماز کنن چیزاشون میکنن خیزن میوین هر یک ما مثلا مچی میریم نماز میخونیم الحمدلله مسلمانیم طوریمی و هر روزی مثلا خریستیانو پرسلانو هر روز یک شنبه میرن церковشون بله سلامت باشه دوستی عزیز فکر شما رسید بله منم موافقم با این که یک مقدار عیب مردم هم هست شما یک حدیث شریف اگر خاطر رسانتان کنم پیامبر اکرم میفرماید که کما تکونو یولو علیکم اگر متن حدیث درست در یادم مانده باشد ترجمهش این میشود که همون طوری که شما هستید بالای شما همون خیلی حاکمیت خواهند کرد و روسا هم یک ضرب المثل دارن یک جمله دارن که каждая нация или каждый народ заслуживает своего правителя امروز که امام علی رحمان با خانواده‌اش 3 سال شد یک دیکتاتور بالای ما حاکمیت دارد میدزدد غارت میکند راه را پولاکی میکند و تمام مردم را زندانی کرده است برای یک شعر زندانی میکند پس یک فکر با وجود میاد که شاید ملت ما در همین شب و روز به همین چیز سزاوار است یعنی ما خودمون با این تحمل و با این ترس و بی‌جرأتی به همین وضعیت رسوندیم من اصولا قبول ندارم که ملت تاجیک تاریخاً و در عموم به این چیز سزاوار باشد ملت تاجیک با این همه تاریخ با این همه فرهنگ با این همه ادبیات امکان ندارد که ظلم را تحمل کند و این بی‌شرفی و بی‌جرأتی را اما هر ملت رو میشود که ترسو کرد هر ملت رو میشود میانش رو شکست وقتی که شما یک نفر میاد بهترین های ملت رو زندانی میکند مهاجر میکند میکشد و به خارج کشور روان میکند دیگر در جامعه یک گروه همون
منصبدار و منصب پرست و شاید پیرمرد و پیرزن ها میمونند و اون نفرانی که غیرت و جسارت دارن دیگر از ترس خاموشن. وقتی اون رسیده است که آیسته آیسته ما دیگر صدای ما رو بلند کنیم و به یاد بیاریم که تاجیکان در تاریخ یک ملت آزادمنیش، آزاد اندیش و آزادی پرست بودند. ظلم و ستم را قبول نمی کردند و نکردند بزرگانی ما، گذشتگانی ما. چی شد که امروز ما این کار کردیم که دیگر یک نفر چیزی که بخواد بالای ما انجام میتید؟ منم راضی هستم که دیگر تا یک حد ملت هم باید مسئولیت را بر دوش بگیرد و دیگر امید ما همین جوانان است. باید دیگر تکیه به جوانان کنیم که جوانان حالا نسل‌های از ما کلانتر با بهانه اون که جنگ شد، جنگ بود، باز میترسیدن و آزادی را ندیدن، اما جوانان ما سفر کردن به دنیا، اینترنت را میبینن، بالاخره دیده ایستادن که همسالان آنها در چگونه شرایط زندگی میکنن، چگونه حکومت دارن و همه امیدمو به همین جوانان باور دارم که در سالهای آینده حتما یک تغییرات خواهد شد. من به این سوال جواب میتونم با شما. اگر کوتاه بله کوتاه چون وقت منم تمام شده است. برای که ما تاجیکا بوز کشیده موضوع رو بفروشیم برای یک پارانوم، برای یک سوخلب یک دیگر رو میفروشیم، برای هوای ما یکون کار کرده نمیتونیم. خداوند گفتگی است از شما حرکت از من برکت. بوز کشیده برادر عزیز، من با این فکر شما چندان راضی نیستم که ملت تاجیک اون کلمه بوز را استفاده کرده. نه، بله بعضی ها را کردن. هر حکومت دیکتاتوری نیاز به همین خیل بوزها دارد در داخل جامعه، به خبرکش ها، به ترسانچک ها، به همین چاپلوس ها. اگر اینا نباشن هیچ کس از این حکومت ها دیگر پشتیبانی نمیکنه، طرفداری نمیکنه. اما در عموم ملت ما نه، ملت ما موقتا فقط به خاطر آن که جنگ نشود یک ترس از جنگ نشدن در ما پیدا شده است که آهسته آهسته این رفته ایستاده است. اما من باور ندارم که همه ملت ترسو شده باشد. بهتر است یک بار جنگ شود که یک بار جنگ شود دیگر حیات نقص شود، تقدیر دا باشد مردن دا میمورید. لیکن ما آینده فرزنده خود را باید فکر کنیم، آینده نویروی خود را فکر کنیم. تو کی؟ نه ما برادر عزیز ما کوشش کنیم که جنگ نشود. همه این کوشش ما همین است که جنگ نشود. برادر ما سلاح داشتیم، سلاح را به زمین گذاشتیم. ما وقتی هجرت کردیم به افغانستان و ایران و کشورهای منطقه نرفتیم، به اروپا اومدیم که مبارزه دیپلماتی و رسانه‌ای بریم. تمام تلاش را کنیم که جنگ نشود، بدون سلاح تغییرات شود. اما اگر حکومت خودش عقل نکرد و کار را به همین درجه رساند، ملت مجبور است که از خودش دفاع کند و دیگر اونش مسئولیت حکومت است. دیگر از دست ملت هیچ چیز نمیآید. بنابراین برادر عزیز بله تقدیر مونده چیزی باشه هوای رو ببینیم. تقدیر نصیب. منم راضی هستم با فکر شما که باید نترسید و جسارت رو بیشتر کرد. اما هنوزم فکر میکنم که برای پیشگیری از جنگ هنوز ما فرصت داریم. و ما چه مسلمانیم که این قربان محروم های ماده چه ما خمون مسلمان حساب کنیم این دینی های ما محروم دیگی های بودکامون ایگرنک رفته نمیتونن که ویا یک خرسندی ویا های برای چی ما شراب که میگذارونن قدر آدم ها رو جمع میکنن اونجا در کرونا ویروس نیست. فقط همی چیزی مسلمانی به کرونا ویروس میقپه. این ملاحظه شما درست است. اگرچه من در اول قبول داشتم که در وقت کرونا ویروس ایدگردک رو طرفداری کردم که من کردن، چون که همین خود ایدگردک باعث پنهان شدن کرونا ویروس می شود. اما بعد که حکومت این جشن‌ها رو مارشروفکا رو برگزار کرده ایستاده است، من به این نتیجه رسیدم که اون منع کردن ایدگردک اینها اینم ادامه همون سیاست‌های ضد مردمی و ضد دینی هست، نه به خاطر کرونا ویروس. چون اگر واقعا حکومت در فکر مردم، در فکر پیشگیری کرونا ویروس می بود، این مارشروفکا را منع میکرد، ایدگردک هم منع میکرد و مثل که تمام
جمعشوی ایدی مردم را، دینی مردم را منع کرده است. من به این ملاحظه شما راضیم برادر. خب دوستی عزیز، برادر عزیز یک گپ دیگر دارم، یک گپ دیگر دارم. ما خودمان مسلمان حساب میکنیم، همه مسلمانیم. برای چی وقتی که دهه عید قربان یک باره نسل گوسفند بالا خیست؟ خب اگر سوال داده باشید من یک جواب کوتاه میتیم. برای که حکومت سیاست اقتصادی ندارد و تمام بازار مونوپول در دست یک خانواده هست. این نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است. من دیگر یگان دلیل در اینجا ندارم. شاید بعضیا بگن که نرخ گوسفند بالا رود عیب حکومت چی است؟ حکومت وقتی که نرخ بنزین قیمت است، نرخ راه قیمت است، انداز قیمت است، همون تاجر، همون چاروادار وقتی همه پرداخت‌ها را میکنه وای مجبور میشود که این پول را در بالای نرخ ماند تا اینکه یک درآمد بگیرد. این قانون اقتصادی است. این را نه کبیری فکر کرده برآورده است نه یگان نفر دیگر. بنابر همین این نتیجه سیاست‌های اقتصادی غلط حکومت است و نرخ گوشت در بازار تاجیکستان خواهی نخواهی قیمت میشود. فکر من همچون فکر شما. رحمت برادر عزیز، سلامت عزیز. با اجازت شما من دو نفر دیگر برادر عمر و غرم را نوبت میدیم و بعد به همین صحبت امروزه را جمع بست میکنیم چون بیشتر از 2 ساعت شد. با صحبت ها در آینده هست انشاءالله. برادر عمر بفرمایید. برادر عمر صحبت کنید. خب برادر عمر نیست. تا پیدا شدن این کس ما یک نفر دیگر برادر غرب بود که نیست. برادر عبدالله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. بله بله هست صدات. استاد شما یک سوال داشتم. طرزهای حقوقی، طرزها و راههای حقوقی تاثیر رسانی به همین سیاست دیکتاتوری را شما در چی میبینید؟ سلامت عزیز. بسیار سوال خوب دادی. من خیلی خوشم میاد اگر این خیلی سوالهای علمی حقوقی بیشتر داده شود تا اینکه ما راههای حقوقی و دیپلماتی مبارزه را بیشتر کنیم، قوی‌تر کنیم و من مطمئنم که با راههای حقوقی می شود با دیکتاتور مبارزه برد و حتی پیروز شد. من یک مثال عادیش را مثال مردمی ساده برای مردم بیارم. هر چقدر که مردم حقوق خودش را بشناسد، مردم داخل کشور، پدران ما، مادران ما، خویش و تبار ما و هر وقتی که یک میلیسیون عادی، امنیت، پروکورور، رئیس جماعت میاد با او تهدید میکند که لایک نمون، ننویس، زنگ نزن با خویش و تبارت، اینا بلا فاصله اولش که بگه که این غیر قانونی است، شما حق ندارید این کارو کنید. اگر شما گپ دارید به همون او شهروند بالغ است، کامل حقوق است، با او خودش صحبت کنید. دیومش که بلا فاصله با ما خبر کند، به رسانه‌ها خبر کند. این یک مبارزه حقوقی هست که با راه حقوقی بالای مقامات فشار آوردن. من مطمئنم وقتی که نام همون اوچسکوی، امنیت، پلیس، رئیس جماعت هر کی باشد یک بار در شبکه‌ها و رسانه‌های مخالفین صدا بدهد، بعد می‌بینید که وضعیت او چی میشه. چون که وقتی که صدا داد در تمام ملت او به آبرو میشه که یک ظالم است، یک قانون شکن است و از طرف دیگر نام او الکه در روی خط ملت وارد میشود، هم در روی خطی که ما برای دادگاه‌های بین‌المللی تیار میکنیم، هم در روی خطی که بعد از اون که ملت پیروز شد اون نفری که جنایت کرد فردا در نزد همسایه‌اش، در نزد همدیه‌اش جواب خواهد گفت برای این جنایتش و دلیل هم وجود دارد. بعد شما میبینید که چقدر بالای اونا تاثیر دارد. شما اصلا میدونید که چقدر از کارمندان پلیس، از کارمندان مقامات اینا به ما پیام میفرستند با هر راه و وسیله که ما مجبوریم، ما را سخت نگیرید، ما خیلی بعضی خوبی‌ها هم داریم. این همش از ترس هست، نه از اون که همه اونا آدمای خوبن.
اونا برای آینده یک روزی مبادا تیار کرده ایستادن که اگر اینا پیروز شدن بعد ما چیکار میکنیم. این یک راهی معرفی و سادهش است برادر عزیز. راهی بله من تمام کنم بعد شما ادامه بدید چون فکرم فراموش نشود. اما راهی سطح بالاترش این است که همون کاری که الان ما در سازمان‌های بین‌المللی کرده ایستادیم. پرونده 15 زندانی سیاسی تا کمیته حقوق بشری سازمان ملل رفت. این کاری بازی نیست. حکومت تاجیکستان بله درست است که رد میکند، این کار میکند. از این بابت در نزد سازمان ملل هر سال باید جواب بگوید که با این 15 زندانی سیاسی پروندهشون چی شد. محمد علی حید، زید سعید، رحمت الله رجب و سیف الازدا و دیگرها. این کاری ساده نیست و حتما حکومت تاجیکستان جوابگر خواهد بود دیر یا زود. این راههای سطح بالاتری حقوقی است که تاثیر میرساند. بعداً یاد نرود که حکومت امام علی رحمان، حکومت لوکاشنکو و ترکیه و پوتین اینا نیست که یا چین نیست که قوی باشد، پول داشته باشد، از سازمان‌های بین‌المللی از کشورهای غربی وابسته نباشد. هر روز دستش مثل گدا دراز یا بانک جهانی یا که امریکا یا اتحاد اروپا میآید که به من کمک کنید، گرانت بدید. اگر که فشار حقوقی بیشتر شود اینا باید طلب میکنن که ما قرض میدیم، پول کمک میکنیم در عوض اینکه شما وضع حقوقی شهروندان خود را بهتر کنید. من حالا در مجموع این مثال ها را آوردم و باور دارم که با راههای حقوقی می شود و از همه مهمش وقتی ما میگیم که پرونده امام علی رحمان و بعضی حکومتداران برای دادگاه بین‌المللی تیار شده ایستاده است، ملت باید کمک کند. کسانی که ضربه دیدن، ظلم این آدمان را چشیدن، خانوادهشون کشته داد، مهاجر شدن، باید که با ما کمک کنند که پرونده قوی‌تر شود و ما با راههای حقوقی بتوانیم پیروز شویم. حالا اگر گفتنی داشته باشید بفرمایید، بعد ما با مردم خداحافظی کنیم که خیلی طولانی شد. یعنی با فکر شما ما راضی هستم که اولا باید سطح شعور حقوقی مردم بلند برداشته شود و خیلی خوب میشه که همین برنامه زیاد شود. برنامه اصلا حقوقی خیلی ساده کده به مردم فهمانده شود. و قسمت دوم با یاری تشکیلات های بین المللی حقوقی این هم خیلی فکر خوب است. من جانبدار و طرفدار این عقیده هستم. تشکر. دوستی عزیز عبدالله، ببینید جمشید یاروف همین بنده خدا حالا پیشتر هر هفته داشت برنامه حقوقی در کانال یوتیوب داشت، در فیسبوک داشت به فکرم، و ولی تماشابین کم دارد، مردم وارد نمیشن. مردم میان در کانال های وارد میشن که در اونجا جنگ است و جنجال و حقارت و همیشه درباره مسئله های ساده هست. اما یک حقوق شناس ورزیده مثل جمشید یارو وقتی که سایت دارد، کانال یوتیوبی دارد، میخواهد که سطح دانش حقوقی ملت رو بالا بردارد، نه به اون کمک میکنن، نه وارد میشون، نه بحث میکنن. من فکر میکنم که برادران و دوستانی که خیلی میخوان سطح حقوقی دانش حقوقی ملت بالا برن در این کانال ها و صحبت های حقوقی مثل جمشید یاروف و دیگر دوستان وارد شوند و آیسته آیسته ما صحبت های جدی کنیم. وگرنه حالا هم دیگر معذرت میخوام، مردم بیشتر در کانال های وارد میشن که در اونجا یا جنگ است یا جنجال است، حقارتگویی است، یکدیگر رو همه شر نر و شر ماده نام میبرند و از اینها تا که این خیل. ملت ما بالاخره باید یک ملت حقوقی، ملت باید که دانش محور باشد و ما حتی گفتگومون با امام علی رحمان هم باید که گفتگوی بیشتر حقوقی باشد از آنها که گفتگوی در مبنای کینه و عداوت و این دشمن تراشی هست. حالا اون طرف چی کار میکند ما کار نداریم، ولی حداقل ما باید بیشتر با زبان حقوقی صحبت کنیم. خب دوستان عزیز، اگر راضی باشید من معذرت میخوام از دوستانی که در اینجا در نوبت ایستادن. انشالله در صحبت‌های بعدی وارد شد. من اولین کسانی که به شما نوبت میدهم شما خواهید بود. حالا بیشتر از 2.5 ساعت هم صحبت کردیم و تا صحبت‌های بعدی شما را به پروردگار یکتا می‌سپارم. بار دیگر عیدتان مبارک باشد و بیگه عیدم در تاجیکستان الکی وارد شد. در اینجا هم نماز شام شده ایستاده است.
و تا صحبت بعدی شما رو به خداوند بسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر استاد، تشکر زیاد. خدا نگهبانتون.